ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад, ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. جانم ما آمدم. بالاخره من آمدم. اوه خدایا به خاطر امروز بسیار تشکر. مریم خواهر، مریم خواهر، مریم خواهر، میشه که دروازه رو باز کنی؟ مریم خواهر، دروازه رو باز کن. مریم خواهر. صفاکارا نیستن دخترم. سحر تو هستی دخترم؟ بله بله، راستش اونا خبر داشتن که من اینجا میایم. پس اونا کجا رفتن؟ اینا 6 ماه میشه که اینجا نیستن. آی نه، شاید اشتباه کرده باشین. من چند دقیقه پیش امرشون گپ زدم. نه خیر دخترم، 6 ماه پیش با عجله وظیفه‌شون اعلا کردن. آی نه خاله جان، شاید اشتباه کرده باشین. من امرشون گپ زده بودم. مریم خبر داشت که من اینجا میایم. نه، اونا بعد از کریسمس وظیفه را اعلا کردن. آی نه. اونا چطور رفتن؟ من خواهمی چند دقیقه پیش امرشون گپ زده بودم. خبر داشتن که من اینجا میایم. پس بعد از کارآموزیم خب باید اینجا میامدم. اونا میفهمیدن. چطور رفتن؟ من چطور کنم؟ کجا برم؟ والا حیدر خود چیزی نگفت، فقط کلیا را تسلیم داد و رفت. مریم و طفلکام دموتر بودن و با عجله از اینجا رفتن. طفل؟ رفتنشان دفتنی شد. مام هیچ چیز نفهمیدم چی شدن. سحر؟ اوه چقدر باران شدید میباره. بسم الله. صبح خیر پدر. به خاطر شیشه کل باران داخل آمده بود و از وقتی که آمده میزار پاک کرده میره. به خاطر که او کنار شخ بسته نمیکنن. نه پدر معذرت میخوایم، نتونستم وقتی بیدار شوم زود بیایم. به او خاطر. یعنی تو اون آورده سرمنان پخته میکردی ها؟ کجا سر برداشتی؟ بیشتر افترا میگم. من باید برم. چی وضعیت است خدا توبه کردیم.
هه هه پدر امروز بسیار وقت پول ده بوتل انداختی ها؟ چی رسایل داری ها؟ چی رسایل داری؟ حالا زود شو برو، اگر نه تا چاش نوبتت نمیرسه. درست است پدر. 3 ساله به خاطر که عجله داریم امروز باید او بخریم. چی نظر داری؟ همون تو نیست؟ بله البته میخرم. ما خب بسیار زیاد پول داره، میخرم بچیم. گوش کو، ما ایران ماندیم که گوشت یا میوه بدونی که او بیاری چه قسم پخته کنم آماده کنم بگو. او تو خونه میشه سعیس اما این وظیفه تو است، این یگانه مسئولیت و وظیفه تو است. همین که صبح وقت از خواب بیدار شوی بوتلا را گرفته پیش از اینکه کسی در اونجا نوبت بگیره زود بوتلا را پر کرده اینجا میاری بی عقل. همین که ما اینجا بیایم باید بوتلا او پر کردگی باشه، فهمیدی؟ نه نمیشه. راستش ما یک امتحان پیش روی دارم. نه او وظیفه تو نیست، او مجبوریت است، چیزی که تو باید به خاطر بقا وجودت انجام میدی، فهمیدی؟ این وظیفه تو نیست. انشالله پدر، انشالله من این سال خود موفق احساس میکنم، یعنی آماده هستم. بله سال گذشته و 1 سال پیش از وام خود آماده اسم میکردی، اما نتیجه؟ پدر سال گذشته خودت میفهمی دیگه، یک جنجال و گدوری بود. راستی پدر 10 لیره انداختی. چی؟ باید 20 لیره انداختی. چرا؟ خب قانون هم قسم است، خودت میفهمی. اگر تنها به بوتل 2 زده باشی باز 10 لیره کفایت میکنه، اما تو به جزئیاتش رفتی، کل چیزش 2 زدی، هیچ چیز نماندی. تو گفتی والا کل چیزش برباد کردی. یعنی خواهرم خبر نشه اگر بی آب خاط شدی. خواهر چه قسم خبر خاط شد؟ سحر چه قسم خبر خاط شد ها؟ کسی شاید برش بگویه. من میرم که حال نوبت من میگیرن. یالا خداحافظ. دی 20 سال که رستوران داریم ما به خاطر 2 زدن هم پول میپردازیم. بسیار خوب، بسیار عالی. پدر جان. خانم وکیل صبح بخیر. صبح بخیر پدر جان. دی وقت روز چرا بیدار شدی؟ خوابم نمی برد، فکر کردم امروز شما کمک کنم. خواهی پیشبندا رو بکش. از شما اینجاست. بگی پدر جان. آوا سر گاز بان. درست است. ما کمکتون کنم؟ نه اینجا بیا. بدو توالت بدو. آی بیا. چی یک باران شدیدی؟ بهتر است که خود داخل قافل آی نکنیم. توبه. آی خوب است پدر. اجازه بده کیلو خدا بپوشم. است. وقت باران میباره از زمین یک بوی بسیار خوبش میبره. ما امرای کمال چی کنم دخترم خبر شدی؟ صبح نتانست که وقت بیدار شوه. حالا خیسته رفته پشت هاو. حالا ما شوربا را چه قسم بالا و جاق بانم؟ اگه او گوشت تا 4 ساعت دیگه نرم نشه چی میشه؟ چی به درد میخوره بگو؟ پدر تا چند روز دیگه من شاید دوباره به آدانا برم. اونجا به خاطر کار میری؟ بله، فقط به چند روز. خب درست است برو، اما یک بار به زادگاه پدرتون برو. اونجا بسیار جای زیباست. بعد از آمدنت به استانبول تو پس اونجا دیگه نرفتینی؟ آیا در اونجا کدام دوست از یتیم خانه دوری مکتب نداری پدر جان؟ ای آشپزخانه خانه از دخترم. مره بیبی، مرده که 30 سال حتی به کاراگویم نرفته چی گفت؟ توبه کردم خدا، باز چی گفتم میری دخترم؟ میگه پارو نزن. دا اونجا چی کردن چی گپ شده اصلا به من مربوط نمیشه. میفهمم تو از دل خود گپ زده میری دخترم.
اگر سالهای قسم هر طرف گشته میرفتم باز میتونستم به این خوبی شاهد رشد و پیشرفت تو باشم و کمال. امیدوار هستم امتحانی که داره با خوبی سپری کنن. دختر نامش نمیفهم چی است. کاپاسیسیس کاپسیسه. هر بلایی که بعدا او تمام عمر خود یک وظیفه خوب دولتی خود داشته و زندگی خود خوب تضمین خود که دخترم راست نمیگم شیرینم بلد تو یک وظیفه خوب داره. ما هم خوب هستم. اگر ما بتونم 20 رقم غذا آماده کرده او رو به مشتریات صرف کنم هیچ کس از ما کده خوشحال بوده نمیتونه دخترم. درست است پشت کاراگوی اعلامیتم فراموش کن. وقتی کاراگوی میگم چی نظر داری که یک چندان از شیرینیای باب دندانت بیارم و با هم یک جای چای صبح بخوری پدر جان؟ با خدا خوب است. قوا آماده کنم؟ بله آماده کن. آی خانم وکیل گفتی شیرینی دلت شده میخواید از ظرف یک دقیقه برات آماده کنم دخترم؟ میفهمی که پدرت بسیار زیاد هر چیز ماهر است. این بوتل چی است پدر؟ سحر یک هفته من بسیار مشکلات بود. خب با تمام او پیش پرداخته و مالیات بیمه دزم اونا درباره جای ما یگان گپا زدن به اقلار اونا گفتن که تمامی ساختمانا فروخته خواهد شد. به خاطر این موضوع کم جیگرخون شدم دخترم میفهمی. بعدنم یک دم بله برق آمد. 1200 لیره 1200 لیره امروز بود که بوتلا رو باز خریدم دختر خانم. پدر جان ما چندین بار با هم گپ زدیم و برای ما وعده دادی که این رستوران است. تو نمیتونی که هر کس دودش نام بزنی. میفهمم دخترم میفهمم. ما وقتی که تنها باشم یگان چیز از دهانم مبراید. درست است هیچ کس هم نمیشنوه. یعنی در این وقت روز هیچ کس نخواهد شنید. پدر جان گوش کن سر وقت باید سر کارت بری. اگر وقت بری باز تر نمیشی دخترم میفهمی یا نه؟ گوساله گفتنم هم زیاد شد. بعد از این کوشش میکنم که یکان دعوه دیگه یاد بگیرم. به عقل بی تربیه میخوایم که دوای دیگه رقم بزنم اما چی کنم دیگه پدرش هستم. بسیار دوستش دارم. اگر نه خاندانش دو میزنم بسته فامیلشه خواهرشه. توبه کردیم خدایا چه قسم اولاد نصیب مکردی. توبه کردیم. خوب است. امروی ما یا چی کردی؟ چند کیلو؟ صبح بخیر کمال بیادر. صبح بخیر. کمک کار داره؟ نه من خودم میکنم. راستی بیادر دیروز تو سرک پیش دکان ما رو پاک نکرده بودی. نه پدرم قار است بسیار امروز زیاد. پاکش میکنم. با پدر سلام بگو. خداحافظ. بشنو چی میگم ها. بشنو خریدت متوجه باش اگه نگد ودی میشه فهمیدی؟ آفرین. یک دقیقه چی گفتی؟ کلان باش. آفرین. چی قسم کلان باشه؟ او چیزی را که تو میگی خرچنگ دریایی است فهمیدی؟ او رو اوسکو لودگی نکو فهمیدی؟ آفرین. من میگم من او خرچنگ است او را نباید بگیری. حشره نباید بگیری. او بدر گوشت بگی برات میگم گوشت سمسایی گوشت گاو بگی. اگه از شطور پیدا شدم بگی. او بیادر بلیاز خدا چرا این رقم مرا آزار میتی؟ یک لیست در پیشت هست بازم نمیفهمی چی کنی چی نکنی. یگان طوری در کار خدا بند میکنی باز یکشم صحیح نمیتونی. برو الا سیست من خودم میایم. سیست درست است. قطع کو دیگه. قطع کو دستم بند است نمیتونم گپ بزنم. قطع کو. عشق میره بشنو ما به ی آهنگ یک فیلم جور خواد کردم. سحر تو میشنوی الابت دیگه بس است دیگه. تو به خدای بس است. این قانون روم گم شدنی نیست. 2700 سال میشه که قانون است.
بالاخره این تابستانم هیچ خلاص شدنی نیست. بالاخره صنف 2 شدم. این صنفم دوره خلاصی حساب کو. بعد از او 3 و 4 میه. بعد از او به عنوان یک وکیل خوب از اینجا فارغ خواهد شدم و بعد از وان دوره کارآموزی. درست است. گپای ما میشنوی بیادر. ما فقط یک پلان داریم، فقط یک پلان. ما بعد از این که ای شوتنگ کنیم از این جمع میریم. ببین بیادر، ما کدام نفر بیگانه نیستیم. شاگردای همین فاکولته هستیم، از بخش ارتباطات هستیم. حالا خدا اینجا درس ها شروع میشه. برو دگان دانشگاه دیگه ثبت کن. اینجا اجازه نیست. بیادر ما خدر درس خوندیم، این چی تو میشه ها؟ درست است. بیادر حداقل برای ما فقط از طرف شو اجازه بتین. در ظرف نیم ساعت ثبت میکنیم و پس میریم. درست است. حالا دیگه زیاد وقت ما رو ضایع نکنیم. کلش به خاطر تو است. این جنجال کلش به خاطر تو است. برام گفته که این کار 2 روزه است، اما یک هفته است که هیچ خلاص نمیشه. چی میکنین مثلا شما؟ حوصله کن. حالا یک سنی مونده. فقط یک سنه رو ثبت کنیم با گپ بزنیم. حالا بیاین بچه. حالا دیگه وقت بیادر را ضایع نمیکنیم. زود باشه. حالا میری. حالا دیگه میری. ما اینجا رشخندی میکنیم. معذرت میخوایم اما بله. ده حقوق هستی؟ بله، سال 2 است. خب این فاکولته کدام رای ورودی مخفی دگام داره یا نه؟ تو از پنتون ارتباطات هستی؟ نه خیر، ما راستش دکترای دندان هستیم. دکترای دندان. اگر تو چیزی را بدون اجازه ثبت کنی باز تو را اخراج میکنن. امیدوار هستم که کار کنن. مقبولک. امیدوار هستم که کار کنن. چون وقت هست شریف فیلمم خلاص میشه. من مقبولک تو نیستم. چرا؟ مگم تو زیبا و مقبول نیستی؟ با این طرز گفتاری که داری ارزشت و جایگاهت بسیار زود از دست میدی. با این نگارشه که خدا را شکر به یک بچه خوشگذران هستم. میخوایم بفهمم که چه قسم یک فیلم ثبت میکنی تو از سود. ما خود چیز نگفته. ما این گپ فقط از روی عادت گفتم، اما تو را بیخی زیاد کردی. و باز چطور میتونم که یک دختر مقبول دیده و برش بگویم که تو مقبول نیستی؟ آیا من مقبول هستم یعنی؟ تو بسیار مقبول هستی. به حد مقبول هستی که میتونی یک نفر احمق بسازی. به خاطر آزار اذیت به علیه تو شکایت خواد کردم و اونا اوراق مرا به دیپارتمنت روان خواد کردن. گوش کو دیوانگه، این دوره کارآموزی تا سرما امتحان نکو. دیوانه؟ پس تو توهین کردن شروع کردی. خوب است. بله بله. نام ما براک اوزار است. در وقت شکایت کردن کارت میشه. به نظر من همین دیالوگ‌های آخر اضافی هستن و ما این موضوع را در 2 سنه قبلی خوانده بودیم. اورهان چی نظر داری؟ باش حالی میبینم. بله بیادر، تو واقعا راست میگی. من خطای آخری را لغو میکنم. دلت کاملا جمع باشه. عالی شد. بسیار خوب شد. من حال خانه میرم دیگه. یک کمی باید خواب کنم. حالا دیگه خوب شد. ببین ما چقدر خوب کارو میکنیم. بیا زو بیرونم باران است. من میرم برات قهوه آماده میکنم. او قسم که است. خیلی که هر دوی ما چای صبح بخوریم. از شب تا حاله بدون که کدام چیز بخوریم یک سرک کار کرده میریم. اینا را ببین. امروز پوسترها رو نصب کرده بودن و اینا اونجا رفته و عکس گرفتن. وای وای وای. ایرا ببین بیادر، فیلم ما در تئاتر پخش میشه. ما به گرد جهان سفر میکنیم اما اونا ارزش فیلم را در جای منطقی ما خوب میفهمن. بیا که بریم ببینیم. کجا میری؟ با اولین جشنواره فیلم میریم که ایرا همراه بیننده یک جای ببینیم. امی دقیقه خو میگفتی کار میکنه. حالا دیگه بخیر زورهان. نمیتونم، نمیخوایم که کدام جای برم. ما در اینجا قرار خواه میشم. خب دیگه دلت، من خو میرم. براگ وقتی که پس آمدی به خاطر خوردن به ما کدام چیزی بیار. درست است.
بکسه که جیبیم از یادم رفت. او عکس تو گرفته بودی. آخرین عکس است که پیشم مانده. پس بانش دیگه. درست است بیادر میمونم، اما تو رو خود نمیفهمم. مگم ما بسیار ایر زیاد میبینم. ما به همی خاطر او فیلم ساختم. خب تو میتونی که سلفی های محکمه های آزمایشی را بگیری بیادر جان. خب درست است. مام همراهت میایم. به خاطر که خوابم نمیبره. اول بریم یک چیز بخوریم، بعداً میرم و فیلم سیل میکنیم. شما اونجا بشینین، من براتون احوال میدم. تو مطمئن هستی خالص؟ بیبی اگر مطمئن نیستی لطفا این کار سر من نکن، لطفا، چون من دیگه هیچ قدرت ندارم. من دیگه تحمل یک ناامیدی دیگر ندارم. درست است. خوب است، پس بیا با هم از نزدیک گپ میزنیم. بله، من ای بار تا خودم مطمئن نساختیم در هیچ گوشه کشور نمیرم. ساعت 1:30 بعد از ظهر اونجا خود بدم. تو چطور میتونی که نری؟ هر قسم که شود تو خواهد رفتی. به گوشه دیگه ای کشور و به گوشه دیگه جهان تو خواهد رفتی. سحر تا 5 دقیقه دیگه در دفتر ما باشی، چون ساعت 10 قبل از ظهر وکیل اینجا میایه. ما براشون یک پیشنهاد میکنیم. چینل یک نقشه براشون پیشنهاد داده، این موضوع را تمام میکنیم. او آدم یک ممثل بود. من فکر کردم که یک نویسنده است. دختر تو در کدام دنیا زندگی میکنی؟ 5 سال قبل سریال های آدم در همه جای مشهور بودن. تا 5 دقیقه دیگه در دفتر هستم. قهوه سر شما. ها آقا محمد، تشکر. به چی خاطر؟ به خاطر که کار شده چینل آغاز میکنه. اوی خدای من. شیرین حالا بیدار شده عزیزم؟ لطفاً مادر 5 دقیقه دیگه. شیرین بخیز که کارت ناوقت شده. حالا بخیز حالا نباید ناوقت شوه مادر. من چطور تا این وقت بیدار نشدی؟ مادر تو باید مرا بیدار میکردی. نباید ناوقت شوه مادر، نباید ناوقت شوه. آی کلایم کجاست؟ من باید زود کده برم، به خاطر که 2 سال میشه پشت کار میگردم. آی من چرا زنگ موبایل من دوشدار نمانده بودم؟ چرا زنگ موبایل من دوشدار نمانده بودم؟ آی خدایا بیخی دیوانه میشم. چرا سرم ناوقت شد؟ حالا چی کنم؟ ماشم چی رو بپوشم؟ آهای دختر مقبولم زود بپوش. آی سایخه تو به خدای. چی کنم؟ بگو چی کنم؟ دختر مقبولم و صدقه شوم. زود باش مادر. آی خدا. آی مادر تو چی کردی؟ کارم خب فردا شروع میشه متونیست؟ آی چرا مرا قدر وار خطا کردی تو؟ چقدر بد. این یک تمرین بود دخترم. آی دخترم این کارا به خاطر کدام تا مطمئن شوم که فردا این کارا کدام میتونی یا نمیتونی. اوه عزیزم. اینجا چی گپ است ای گل صبح؟ مادر تو اینجا چی میکنی؟ دایی وقت روز اینجا چی گپ است؟ های سرت به کار خودت باشه بچه. برو درس بخون. درباره چی گپ میزنی مادر؟ اینجا خب مکتب نه، ساعت 9 بجه است. 9 بجه است؟ های ساعت ما 7 بجه است. مصطفی مرا خود کشت. اثر رای پس شو. اوه خدای من. الا پس خدا جزای شده. آی بیادر سر و تخت نشینی؟ باش که سرم ناوقت شده. بیادر گفتم اونجا نشین تو. و چوب باش دیگه گفتم ناوقت شده. بیادر
همیشه پیش پدرم اعتراف کنی؟ به خدا یک روز اینجا میایه و اردوی ما را تباه خود کرد. او اینجا نمیایه. مصطفی کزگون 30 سال میشه که هر روز همی کار میکنه. از 4:30 صبح از خانه میبره، 5:30 شب پس خانه میایه. او شاور میکنه، یک چیز میخوره، بعدن ساعت 8:30 شب خو میکنه. خلاص کلش همی است و این تغییر نمیکنه. کلی گپا رو یاد بگی. فهمیدی یک روز به دردت میخوره. فهمیدی یا نفهمیدی؟ آی بیادر، فکرت بگی سرو قالین پای نمان. توبه. آی بان میگم اون را چرا گرفتی؟ میگم ناوقت شده ناوقت. تو چی دی گل صبح غرغر کده میری؟ خب با مادرم باز چی بگویم؟ او کلا کالای را که مدارم میشناسم. چی نظر داری که امروز به خرید کردن بریم ها؟ من برات زنگ میزنم، با هم یک جای میریم و بوت توی چیزا میخریم. فهمیدی؟ پتلون، هر چیزی که کار داری. اوف، او وقت باز دزدی کردن از بودجه عمومی میشه گفته باشم. خیلی نمیشه که کم پول ذخیره کنی. گفتم نمیشه، او قسم نمیکنی. توی مادر مسیکو اگه وزیر مالیه شوه وضعیت اقتصادی وطن ما بسیار خوب میشه. چطور معلوم میشم؟ حالا دیگه بخی اینا رو جمع کن، تخت مرام جور کلا. تو سایل که یک بار طرف ما چی است؟ تو مرا دگیر خونه میتینه؟ چی است میگم؟ تو مرا دگیر میتی، با اونا چیزی نگویی. فکرت باشه، فهمیدی؟ من خودم برشان میگم، تو چیزی برشان نگویی. اگر نه خدا و راستی باز موی کنکت میکنم. فهمیدی؟ درست. فهمیدی دختر؟ باز یگان چیز برات گفتم درست است عزیزم. عزیزم گفتی؟ خیلی کدام چیز بد بگویم؟ باز میبینمت. خدا حافظت. کلکینه بسته کو. ای چه قسم یک روز از خدایا. آخلو از دستینا از خو ماندم. خوام پرید آف. چطور هستی؟ اول میریم به بازار. البته آقا کمال. آقا گفتی؟ لطفاً این کلمه را پس کو دیگه نگو. میتونی کمال بگوی، خیر خلاص. حالا دیگه همیشه کمربندی امنیتی تو بسته کنه. اگه همیشه آهسته کشش کنه. ای چوکی را چه قسم شور بتو؟ یک کمی پشت سر میکنم. از اینجا این غذای اصلی ما. غذای دیگه ما آماده است بچیم. به نظر میرسه که کلا چیز آماده، کدام چیز باقی نمانده. فکر کنم دیگه چی مانده؟ بایدی برنجم پخته کنین استاد. ما برنج ششتیم براتون میتونم. او را آخر پخته میکنم. بیا ایرا مخلوط کن. بچا اینا را یک قسم در زمین نندازین. چه قسم هستی؟ ملکه جان آشپزخانه کاکا وجود نداره. تو باید او را استاد بگویی استاد. حالا زود بخور. تا حالا خلاص نکردی؟ مرا عصبانی نساز ظفر. ما او میزه کار دارم. حالا عجله کو دیگه. زود باش دیگه بخیز. حالا کاکا دایی جگرتون ده گوسفندی انداختین؟ زیاد مزه دارست. اگه از کم دیگه میخواید. ما از جگرتون ده گوسفندی استفاده نمیکنیم. از جگر برای استفاده میکنیم. خب چی دیگه؟ تنها نامشان تغییر کرده. خانم سهر بر ما اجازه نمیده که از نامهای تبعیض آمیز غذایی استفاده کنیم. یعنی اصلا بر ما اجازه نمیده که از نامها استفاده کنیم. همین رقم بر ما گفته. هر وقتی که جگر پخته کردم باز خیرات میکنم. حالا بخیر برو که سرت ناوقت میشه. بیادر جان زود شو. حالا کش بده بخیر. او دیگه کجا بره ها؟ چرا؟ چون او را باز از وظیفهش اخراج باز؟ قضیات بلند گپ نزنین. اگه خواهرم خبر شو باز. چی است؟ نمیخواین من از گپ خبر شوم چطور؟ های بگوین که ما هم خبر شوم دیگه. آی هیچ چیز نیستی چه خانم. یکمه ازی خورد تندش کرد از او خاطر. احمق. خواهرجان بسیار کم خوردم. ای بابا. آی مصطفی جان معذرت میخوایم. صبح وقت از خواب بیدار شدم. نمیفهمم چرا صدای زنگ نشنیدی. فکر کن چرا نشنیدی؟ نکنه که تو خاموشش کرده بودی. اقا تشویش نکن. تو تمام شب سر حساب کتاب سپری کردی. او را خب بان وقت کارت خلاص شد 6 تا تمام لباس ها را اوتو کردی. من حتی 2 شبم دیدم که مصروف کار بار است. مصروف حساب کتاب کار خود بود. این کارا همون قسمت. یک قاشق بده.
بیار 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 باش ببینم چه قسم معلوم این میشه. بدون چربی است. آی ماشاءالله. درست هم قسم خواسته بودی دیگه نه؟ بس از دیگه با ما بدی. آی آه. با ما هم کمی بده. چطور است؟ والله که بسیار مزه‌دار است. بسیار مزه‌دار. خواهر بس از دیگه. تو چرا خدای قدر به زحمت میسازی؟ همیشه بگوی برم فقط میتونی که اینی قسم او را صدا بزنی. هر وقتی که خواستی قسم در دیوار بزن و صداش که بس همه قدر حاضر میشه. آی بس کو دیگه زفر، من خودم یک عالم کار به انجام دادن دارم. من تمام روز در اینجا هستم و بچه‌مم در خانه منتظرم است. یعنی نیاز است که یک نفر دیگر هم استخدام کنین. و دلتان سر من جمع نباشه. فهمیدین که چی گفتم؟ آی میتونم یک قسم ایران پیش ببرم دیگه. کار بار است. مثلا میتونم یک روز کار کنم، یک روزم استراحت. زفر تو هنوز اینجا چی میکنی ها؟ سرت نو وقت میشه. حالا بخی مارکت برو. درست حالا دیگه جانم. حالا بخیز. یا که بتراشیم دیگه. شیرینی را. ها جانم بگی ایران بگی امی درست است. همه دیگه رفتم. خداحافظ. روز خوبی داشته باشین. خوب است. ما برای چند دقیقه میرم و دوباره پس میایم. خب برو دیگه. برام قسم است. نمقه کفایت میکنه. بگی درست است پرتوش. میفهمی بچه‌ت امروز باز بیدار نشد بیاقلا. جدی؟ من کوشش کردم که بیدارش کنم اما دیدم که هیچ در قصه گپ من نیست. من نمیفهم بچه‌ت از یام کده کلان میشه یا نه زن. اما پرتو ثبته. بگی مرا خود دیوانه ساختی بچه. آیقه تشویش نکو جانم باندگه. سوات وقت تضایی نکو بچیم. درست است رئیس. حاله مهمترین قسمتش اینجاست. مقدار بسیار کم سرش اضافه کنید. به اندازه چشم یک پرنده. آفرین. چطور معلوم میشه؟ خب معلوم میشه. لیمو این آقا. هنر مرمری کاری مرا. بفرمایین استاد. نه باورم نمیشه. تو بیخی روانیستی کمال. ما باید به چیزایی که آماده کردی یک نام انتخاب کنیم. یک نام در فکرم است. مسامحه. چی معنیش استاد؟ معنیش است بردباری. به کسایی که بردبار هستن تو یک چیز میگن. البته اگه اشتباه نکنم. ایره عاجل در مینوی غذایی ما اضافه بچه‌شون خانم. خب من اول خلاصش میکنم. استاد 2 خوراک از غذای مخصوص خودت آماده کن. درست است. حالا میز جمع کن. ملکه خبت برده. خواهر یک خوراک موساکا لطفاً. آی درونش کمه او باید یک درخت موساکا رشد کنه. هر وقت ببینی فقط موساکا فرمایش میده. دیگه ای چیزی نمیخوره. به خدا ایران مانده. بگی ببر. آی بچه قندم آمدی بخیر. نه نامدیم مادر روحیم است. آی حالا عزیزم داخل بیا. کاکایت برات غذای مزه دار آماده کرده. حالا بیا. به نظر میرسه که در کدام مشکل بند موندی. والا داشتن کار بار بسیار مشکل بوده. حالا فهمیدم که مصطفی چرا همیشه اولاد داره میگفت که اونا نیاز دارن تا یک وظیفه خوب و دائمی داشته باشن. در غیر او خواهر میفهمم که کدام مشکل جدی داری، اما امکان داره که من ما شما یک روز پیش بگیرم. چرا؟ به خاطر که باید جوری برقیره به ترمیم کردن ببرم. پولش باید پیشکی بتم. نه یک بار بیارش که من او را خوب ببینم جانم. از خونه میشه که هر بار یک جاروی نو بخری. به همین خاطر است که هیچ وقت فکرت آرام نیست قندوله.
کرایه خانه تا دادن نمیتونی، اما کوشش میکنی یک چیز نو بخری. نه دیگه این قسم نمیشه با مشکلات مقابله. حالا دیگه جانم برو. سر وضع خانه تا دیدن نیست، اما هنوزم به فکر خریدن جوری برقی هستی تو. به خدای زن بیا در ما در بدر کرده. یه خانم باید یاد بگیره چه قسم با پول کم زندگیش پیش ببره. خدایا لطفاً خودت کمک کن. اگه این زنی قسم پیش بره بیا درم بیخی از پای مفته به خدا. مریم خواهر. والا حیدر خود چیزی نگفت، فقط کلیا را تسلیم داد و رفت. مریم و طفلکم دم و تر بودن و با عجله از اینجا رفتن. نه خیلی دختره، 6 ماه پیش با عجله وظیفه‌شون اعلام کردن. اینا 6 ماه میشه که اینجا نیستن. یک باری دوسیه را ببین خانم وکیل. اینا میگن چیزایی دیگه هستن. 2 سال پیش اونا زمین اوجی پنار خوده به نام کس دیگه ثبت کرده بودن. بچه جناب حیدر کارا نامش عین چیز است. بله و سنش هم همین قصه. من یک مدیر پیر شهری را در شهر آدانا میشناسم. میتونم همراه از او گپ بزنم تا او هم یک بار همراه مقامات محلی گپ بزنه. بعد از او همه چیز بسیار آسان میشه خانم وکیل. چی وقت میتونین به اونجا برین؟ هفته بعد، چون در این هفته 2 قضیه بسیار مهم اینجا دارم. من واقعا بسیار هیجانی هستم آقا خالص. آیا این پایانش هست؟ تو چی میگی؟ بله، به نظر میرسه که پایانش باشه. من 5 سال میشه که روی از این کار میکردم. 5 سال. روزی که میرفتی باز برم زنگ بزن، یکی را میگم که ازت محافظت کنه. لطفاً ایره دوباره دست کولت بان. اورهان؟ از دیدنتان بسیار زیاد خوش خواهش شدم. میکنم. تشکر. مام، خدا حافظ. بریم؟ بریم یک نظر به او بندازیم. خوبش بود. زیاد خوشم آمد. زیاد خوبش بود. ما را خوشم آمد. راست میگم به خدا. تو چطور هستی؟ میشه حساب مرا برید. بگی قندولک
درست همون قسمه که خواسته بودی برات آماده کردیم. چطور است؟ هیچی است؟ یک عینک باش پس خانه من حتی یک دانه شام فروخته نتانستم. خب با عینک های عادی چی فرق داره؟ البته که فرق داره. اگه میخوایی بخری بخر دیگه. توبه به نظرم باید یک دانه بخرم دیگه. $1 به نرخ امروز چند است؟ نام خدا کلا چیز است مثل یک تجار واقعی آماده است. چی؟ جدی میگی؟ راستش من امروز پول نقد ندارم. اما پولش میتونی از امید بگیری. 50 لیره زیادم بگی برو با پدرت با عنوان تحفه به روز پدر یک جوره بوتان بخر. اما نگوی که ما برات گفتم. اگه ای کار کنم بازو مرا میزنه کاکا. باز ما ایت روزایی را که پیسه دارو تجلیل میکنن نمیتونیم کده. توبه خیلی مراسم پول دارا بوده ها؟ ما به سبا یک چیز سفارش میدم. میشه برشان بگویم که یک توفام دبینش بانن. اگه نه پدرم مرا مجازات خود کرد. خوب است. حالا نانتا بخور بچیم. حسن جان گپ ما گوش کن. یک خانواده خوب وقت خوب بوده میتونن که یکی دیگه خدا در وقت دشوار حمایت کنن بچیم. خدا کن از این گپایم یک آن چیز یاد گرفته باشی. فهمیدی؟ منظورم اولادای خودم است. اگه امدست باشن هوشیار باشن باز قسم مثل مشت مستحکم می باشن. خب این کار چند سال در بر میگیره؟ بسیار زیاد. فامیل ما زنده نخواد ماند. اونا همیشه با هم جنگ میکنن. پدرم از وظیفه اخراج میشه. مادرم گفت اگه دوباره به خانه ببرم یک لحظه امر پدرت زندگی نمیکنم. آی تو جدی میگی؟ آیا شنیدی که اونا در پیش اولادای خود درباره چی چیزا گپ میزنن؟ نمیفهم که آیا طفل صدا کردن تو هم درست است یا نه. اگه خواسته باشی اونا تو را مستقیم در ارتشام میگیرن. حسن جان بچیم پدرت یک کمه کم تالی است. همگی نمیتونه با مثل تو هوشیار لایق باشن. از بس که هوشیار هستی با کردت کارت مردم از چین فرمایش میتی باز اونا رو در اونجا مفروشی. ما از این کارت قدردانی میکنم اما پدرت قدر هوشیار نیست. گوش کن اگه او شما را ایلا کنه به نظر دی کار بهتر خود بود. به این خاطر با مادرت بگو که او را کمه کمک کنه. شرمنده نباش. مادرت یک کمه شق از بچیم. تو بهترین کاکای روی دنیا هستی میفهمی؟ بس از دیگه بس است. کاکا امروز ما یک آدم بدون چشم دیدم. گفتی بدون چشم؟ این دیگه چه قسم انسان است؟ ها ده قسمتش فقط پوست بود. حتی کاسه چشمم نداشت. توبه کردیم خدا. گوش که او آدم در کجا دیدی؟ بگو بچیم او رو در کجا دیدی؟ در سرک ما. بعد از اینکه من طرفش دقیق سیل کردم گفت که مادر زادی است. استاد شما خوب هستین؟ خوب هستم چیزی نیست. کم خسته و مانده شدیم. من میرم کم استراحت کنم. کمال روان میکنم. اگه چیز کار داشتین با کمال بگوین. ما فعلا دیگه رفتم. خداحافظتان. دختر کمال کجاست؟ حالا او را پایین روان کن.
که در رستوران کدام کار برش پیدا نشه. زود شو دخترم. چی رسال داری؟ چی رسال داری؟ ما دیدم که ابروایت میکندی. درست است، مادرت می کارا میکنه. این بار اول نیست که من کارا میبینم. در این وقت روز پدر در اینجا چی میکنی؟ ما کم مریض هستم. میخوایم فقط استراحت کنم. بیادرت کجاست؟ بیادرت کجاست؟ بیادرم امروز کمی خسته بود. به می خاطر رفت که کمی تفریح کنه، یعنی خواست کمی قدم بزنه. از او خاطر احمق، ما در باره موضوع دروغ گفتن با هم چی گفته بودیم؟ آی پدر، ما دروغ نگفتیم. چرا دروغ بگویم؟ پدر جان تا حاله برات کدام وقت دروغ گفتیم؟ نگفتیم نی؟ دخترم، قفس سینه‌ام کم درد میکنه و نفسم تنگ شده میره. لطفاً حوصله ما خراب نکن. بیادرت کجاست؟ او کجاست؟ آی پدر جان، چرا سر ما چیغ میزنی؟ ما از کجا بفهمم که در کدام گور رفته؟ هر وقت که آمد از خودش پرسان کن. توبه کردیم خدایا، هم سرم ایلا داد خدا. عثمان گپ ما دقیق بشنو. هر چیزی که ما برات میگم نباید شوکه شوی. زندگی تو به اساس همین تنظیم خود شد. تو فقط کار میکنی که ما برات میگم و بدون گفتن ما تو نباید هیچ کاری هم بکنی. سوات آمدم استاد. سوات ساس. ساس؟ کدام ساس استاد؟ اوف از دست تو بچه. گیره بگی. چی گپ است بگو. اگه کدام گپ مهم نیست ناک مزاحم نشو. کدام موضوع مهم است؟ بسیار گپ مهم است. هرچی عاجل باید به رستوران بیایی. پدرم آمد و از تو پرسان کرد، گفت باید هرچی زودتر به رستوران بری. یعنی میگی که پدر میخوای ما آشپزخانه ما باید قد کنه مال پدرم مرا خود. خو صحیح نمیایم. خدا کنه که کدام گپ جدی نباشه. سوات تو را میگم نمیشنوی؟ نوشه جان. استاد مشتری برنج امرای گوشت برام فرمایش داده. سوات بچه، ما باید برم. فهمیدی؟ متوجه فرمایشا باش. او بروتی هم یک چیزی گفت، ما نفهمیدم، متوجه نشدم چی گفت. الو برو. درست است استاد. کجا بخیر؟ آی بانو، ما کار عاجل دارم، فهمیدی؟ زود باید برم. نه حال رفتن نمیتونی. نمیبینی مشتری چقدر زیاد است، منتظر هستن. خب تو سفارش را آماده کو. تو خو میتونی ماشاءالله لایق هستی، در هر چیز دستت میگردنه. من کلی چیزا خو نمیتونم. چطور یعنی؟ اما فکر میکنم از رویه خوبم استفاده میکنی کمال. بانو، پدرم میخوایم من در آشپزخانه او باشم، جایی که او هیچ وقت اجازه نداده من حتی داخل شوم. میفهمی که چی میگم نه؟ برای من این گپا بسیار ارزش داره. کمال تو چطور این قسم یک گپ میزنی؟ این قسم نمیشه دیگه. یعنی تو وظیفه تمی قسم اعلام میکنی بعد از اون قدر تلاشایی که انجام دادی؟ نه، یعنی نمیفهمم. خب نمیفهمم. یعنی ترجیح میتی به جای اینجا بری در رستوران خودتان آشپز شوی؟ همو تو نمیتونی قسم یک کار کنی. با یاد بیار من چقدر تو را آزاد ماندم. تو هر قسم کاری که خواستی انجام دادی. بانو، پدرت کدام وقتی از تو چیزی خواسته یا نه؟ نمیشه. من پدرت خوش ندارم. خیلی اصل گپم اینجا بوده. معذرت میخوایم. های کمال نرونی. من یک پیشنهاد برات میتونم که او را رد کرده نمیتونی. ما تو را شریکم میسازم. شریک گفتی؟ بله. رویاهایت دیگه قدر به تعویق ننداز. تو در قصه رویاهای من نباش بانو. بعد از سالا پدرم از من یک چیز خواسته، فقط امی. من عجله دارم، ببخشید دیگه باید برم. خیلی صبر کن مدد برسانی. نیاز نیست، پایدارم، خودم میرم. آی خدا کنه پس بیایه. او چطور تانست که بره؟ ای چطور اتفاق افتاد؟ وقتی رفت گفت که خسته است، باید او کم استراحت کنه. شاید یکی از علائم قیامت باشه، چون استاد ما هیچ وقت آشپزخانه را ترک نمیکنه. ملکه، با مشتریایی که فرمایش میتن بگو که آشپزخانه مشکل پیش آمده، رخصتشان که خدایا خیر باشه. اینجا چی جریان داره؟
ها سلام توسان کمکتان میکنه آقا او موسی. را قبضه آوردین درست؟ اگه اونا جایی را نخوانن باز چی میشه؟ نه خیر جانم بسیار وقت میشه که همه قسم اونا اطلاعیه ها را در اونجا رسم میکنه. اطلاعیه چی؟ بفرمایین آقا، خوش آمدین. بفرمایین. خوش باشی. خوش باشی بچه. آی خدایا تباه شدیم. آی خدا شما را چند بود؟ باش چند بود؟ بله بفرمایین، چه قسم میتونم کمکتان کنم؟ بله سلام صبح بخیر آقا. ما به خاطر خانه که در سرک چل منگولیا موقعیت داره به تماس شدیم. بفرمایین بشنوم خانم. میخوایم بفهمم که این خانه را از شما چند میفروشید؟ خانم اگه یک بار به دفتر ما بیاین خوب میشه. پس شوین من خودم استاد هستم. آی کمال سلات امروز نتونستم آماده کنم. 20 سفارشم از کمپانی آمده. میشه که امروزی سفارش ها را پورا کنی؟ صحیح مهم نیست، من اینجا هستم. با مشتریا سلات بتین یک چیز دیگه آماده کرده ببرین. فهمیدی چی گفتم؟ تو پیاز یک قسم ریزه کردی. سعی کوی چی حال است؟ دوستون بچم رومی را میره قم آدم ریزه میکنه. فؤاد ببخشید متین الا چاقو رو برام بده زود باش. ای سیب سعی کوی چی رقم ریزه کردی. کلتان یک کار صحیح انجام دادن نمیتونین. مرا بچه می پیازه این تو مایده میکنه آدم پیازه. متین پیش بنده بنداز. مصطفی ما امرای مامور گپ زدم. اوضاع قدرم بد نیست. او پول زیاد میخواه. داله که این مکان و قدر ارزش نداره. مصطفی ببین بیا برشان میگم که سر پول کرایه اینجا ما فقط نکدیم. باز خدا خودش آسان میکنه. اگه اونا خواستن اینجا را ویران کنن باز ما در موردش فکر خود کردیم. درست است مصطفی؟ درست است جانم؟ ها؟ طرف ما ببین مصطفی اینجا او اینجاست. کی؟ او اینجاست خانم. کی؟ او کی است؟ خب میفهمی که کی را میگم. اولادا در خانه هستن چطور؟ او اینجا نبود اما دفعتا پیش دروازه پیدا شد. نخیر جانم او نبوده. ما قسم دیدمش. او مرا دید. او برام گفت که او آدم یک مرد پیر بود و یک چشمش کور بود. در گذشته مامرای جنگ کرده بودم. از او زمان تا حال 35 سال تیر شده. 35 سال. یک دقیقه صبر کو. آرام باش. درست از کمی آرام باش مصطفی. فرض کنیم این کار اتفاق افتاد. او آدم اینجا آمد و پس رفت. توبه باز در کلی کشور او خود تن آدمی نیست که یک چشم داشته باشه. گوش کو چی میگم. ما او را پیدا میکنیم. مطمئن هستم که هزاران نفر دیگه مثل او است. فرض کنیم او خودش بود. 35 سال گذشته مصطفی. او فقط 5 سال میشه که ما را میشناسه. حتی ما بیاد ندارم که در او زمان کی بودم. تو یک دقیقه اینجا صبر کو. آی تو و خدایا. صبر کو من میای. آی صبر کو. او خدایا کجا ماندی؟ اینو پیدایش میکنم. اینا اینجاست به خدا. های ببین من چی را یافتم جانم. ببین مصطفی عکس ببین آیا میتونی بفهمی که تو کدامش هستی؟ ببین دیدی نه؟ پس وقتی تو نمیفهمی او چه قسم خواد فهمید که تو کی هستی؟ 35 سال گذاشته. اما تو نیست مصطفی؟ در واقع تو راست میگی. درست است. هیچ تو امکان داره که مرا بشناسه. میتونه است. در ضمن تو چرا اینا رو نگاه کردی خانم؟ ما برات نگفته بودم که اینا رو پاره کرده دیگه طرف بندازیش؟ درست است من اینا رو دور مندازم. اما یگان چیز است که از سلما پیش من مونده. نمیبینی که در اینجا چقدر خوشحال هستی؟ ببین چقدر لاغر هستی. ایره ببین جانم ببین چقدر خوش بودیم. ما در اینجا مثل پروانه هستم.
ببین ما چقدر جوان و خوشحال بودیم. من نمیتونم اینا را دور بندازم. هیچ کسی نمیتونه به زندگی بدون تشویش نگاه کنه. مام نمیتونم مصطفی. گذشته مام همیشه همین قسم همراه ما خواهد بود. ما تو را از زندگیت پشیمان کردم، اما تو مرا مجبور کردی که زندگی ما زندگی بسازی. از زندگی ما را چی شده جانم؟ توبه توبه. ما یک جای با هم خوش هستیم. شکر سیدانه اولاد فوق‌العاده داریم مصطفی. در ضمن او زفر هم در کنار خود داریم. پس تو تشویش نکو. من از زندگیم پشیمان نیستم، اصلا نیستم. فهمیدی جانم؟ من نمیخوایم بدون تو زندگی کنم مصطفی. عزیز دلم، ما هر بار کف دادیم تو دست ما گرفته و بلند کردی. میفهمم جگر گوشیم. های جانم، زندگی آسان نیست، اما باید به زندگی ادامه بدیم. باید به خاطر اولادای ما به زندگی ادامه بدیم. برام وعده بدیم. درست است. حالا خوب هستی؟ درست است. باش یک چیز برات بگویم مصطفی. اگه پدرت از قبر بخیزه و بیرون بیایه، حتی او هم نمیتونه تو رو بشناسه. والله. وقت ما خورد بدم پدر مرا در فابریکه پخته اهلا کرد و رفت. پس طبیعی است که او را نشناسم. بله ببخشی، گپای خوب نبود. نه نبود. عزیزم، میخوایم کم استراحت کنم و آرام شوم. اگر مشکل نیست تو متوجه رستوران باش. درست است، مشکلی نیست. باش، پیش از کسی را ببینه باید بردارمش. آی خدایا. حالا مصطفی، ما پایین میرم. ایجا گفتی خانه را مفروشن، اما قسم شنیدم؟ بله، اما تو تشویش نکو. درست است جانم، با سباده باریش گپ میزنیم. فعلا خداحافظ، من رفتم. اگه تو قسم مرا بخندانی، باز من چه قسم کار کنم ها؟ تو کارت کو، ما طرفت سایل میکنم. این وقت درس خواندن است؟ نه خیر، 5 دقیقه پیش بود که کتاب ما باز کردم. ببین قرار سبا ما از اینجا برم. حال وقت همه قسم میخوای سپری کنی؟ وای تو گپایی را سایکو، تو فقط به یک روز میری. خوب است، بس است دیگه. آمدی بچه؟ بله آمدم مادر جان، آمدم. به سبان برای چیرنی آماده کردیم. بسیار تازه هم است. امیدوار هستم کدام چیز دیگه آماده نکرده باشی. در ضمن پدرت هم کار نسازی. نه چیزی دیگه نیست مادر. ببین امو کیک کلاسیک پدر ما میره خوش داره نه؟ اما یکم آبی است. قرا. آی کمال، این فوق العاده به نظر میرسه. با خدا استعدادت اینجا حیف میشه. زنده باشی. همیشه برای یک دقیقه می کارا را نکنی. حالا پیش از که پدرت اینجا بیایی از اینجا برو. چرا این قسم میگه مادر؟ پس برو.
هیچی است. کیک است پدر. پس سر از فردا یگان دلخک رو میتونم سر کار بگیرم، چون با قسم کیک نمیتونستیم مشتری عادی رو جذب کنیم، یا میشه بگم که یک شوخی عادی است. های چوری قسم میکنی پدر؟ حداقل بر یک بارم اگه شده یک چیز جدید امتحان کو. وای کمال بیادر، این کیکا بسیار خوشمزه است. اگه یک عکسشون بگیرم در اینستاگرام بندازم زیاد مشتری پیدا میکنین. براتون ضمانت میکنم که در پشت دروازه یک عالم مشتری استاد خود بود. قاشق پایین بان، حالا قاشق پایین بان. با خاطر که گپ ما گوش نکردی من باید تو را جذابتم. آی نه دیگه. پیش از اینکه کسی مسموم شوه ایره او طرف انداز. حالا زود شو. پدر ما ایره طبیعی ساختیم قربانت گفتم شم. او طرف انداز، او طرف انداز، زود شو. حالا کمال، حالا بچیم، حالا پیش از اینکه پاشا داخل شوه بیرون پاک و زود شو. درست است استاد. بیا بچه، بیا که بریم. ما میگم چیزای معمولی را خداوند لعنت کنه خانم جان. او را ببینه، او به خاطر شق بودن و کل شقی خودی کارا میکنه. تو میگی ممرا خود دگانه میکنه، ببینه چی کرد؟ اما قسم بانمش اگه من اجازه باتم در 2 روز رستوران تا ورشکست میکنه خانم جان. در 2 روز، 2 روز هم بسیار زیاد است. چی زمان رسیده که تا سر اولاد خودم اعتماد کنه نمیتونم. این رستوران دست خود قاعده و قانون داره، باید ما رد شوه. ما رد نمیکنه. کدام روز به جنجال از این رفته؟ نه، اینجا از وقتی که 5 ساله بود این کار کرده میرفت، میفهمی یا نه؟ از سن 5 سالگی خود این کارا را میکرد. 5 سالگی، بعد از 5 سالگی هم با شق کردن و کل شقی خود ادامه میداد خانم جان، میفهمی یا نه؟ اینجا توبه کنیم خدایا. میفهمیدین بخش آخری نوشته بخش از فیلم است؟ برین زیاد عجله دارین. از دور باش. بیا که بریم. تقار خدا شوین. خوش آمدین. سلام. میشه اینا رو بگیرین؟ به خانه ما خوش آمدین. باز شروع نکن سلیم. چی گپ است پدر؟ تشکر بسیار زیاد. خواهش میکنم. دخترم. کاکا سلیم. مادر. چطور هستی بچه؟ خوب است مادر. قسمه که میبینم کدام گپه است. با هم جنگ کردین چطور؟ جانم در زندگی شخصیشان مداخله نمی کنیم. داستان فیلم خوش مادرت نامد. فیلم دیدین؟ بفرمایین بشینین. بنوشیدن چیز میل دارین؟ فیلم دیدی؟ بله.
ساعت 3 دیدم. واقعا از فیلم زیاد خوشم آمد. تبریک میگم، فیلم بسیار خوب بود. اما داستان فیلم خوشت نامد؟ نه، قسم نیست، اما به نظرم داستانش ساده بود. قسم طرف من نبی. خب دیگه من در مورد فیلم از کجا بفهمم، اما بازم جایزه را گرفت. درست است، من میرم نان آماده میکنم. بچه ببخشید که امشب شما را تنها میمانم. یک ملاقات بسیار مهم دارم. تو شوخی میکنی سلیم؟ بچه سال یک بار اینجا میاید، نمیشه که کارت به طبیق بندازی سلیم؟ ما بچه خدا دیدم و از این مغلب اوقات ما برای نشان میریم. بله، کاش میبودی و میدیدی. عکس هم بسیار خوب بود. تو خو از راستی مرا همراه مادرم اینجا مانده نمیری نه؟ لطفا امشب جای نرو. بچه اگر باشم باز سخت‌تر میشه، فهمیدی؟ او بسیار سرم قار است. تو را آرام بساز، باز میم. درست است. منم میفهمم که شما چرا تا حال ازم جدا نشده. براک اینقدر انتقاد نکن چرا لطفا. مجبور خونستن که یک جای باشه؟ اگر جدا شویم بیخی بدتر میشه. خب چطور است، کم استراحت کردی یا نه؟ نه خیر، نتونستم، چون کار روی یک فیلم نو شروع کردیم از او خاطر. فکر کنم کار ما را در ماه مارچ یا حداقل در ماه اپریل آغاز خواهد اما کردیم. قسمه که برام وعده داده بود ما به رخصتی خود رفتیم. بله، به چند روز رخصتی خواهد کردیم. هم تیمی سابقت کایا دیروز برام زنگ زده بود. خب شما را تماس خواسته بود و ما هم برش متاسفانه نداد. چرا؟ کاش شماره من میدادی. نگفت که چی کار داره. عروسی میکنه. خب اول میخوای همراه شما و تیمتان در خانه یک پارتی بگیره و بعدن هم عروسی را برگزار میکنه. ازت خواست که به عروسی بری، فهمیدی یعنی؟ چی نظر داری که بریم و دوستای ما را ببینیم؟ خوب است. خب دیگه نان آماده است، شروع کنیم. ما گلا را دعو بانم میایم. خب درست است جانم. بسیار خوب، شبتان خوش. ما رفتم دیگه. همراهشون درست رویه کنی جانم. تو را هیچ تحمل کردن نمیتونم، هیچ. او اما تو مذاق میکرد. مذاقم همه قسم میباشه. پادرم هست دیگه، او همه قسم است. اوف، بسیار یک فیلم احساساتی بود جانم. یک فیلم بود دیگه جانم. بیا دیگه، بیا که یکان چیز بخوریم. کم بود که ما به خاطر این فیلم گریه کنم، میفهمی؟ دایرکتر احمق بد رقم از پشت توره به خنجر زد. من برات نشان خواد دادم. اول از حق کاپی شروع میکنیم و بعدم به خاطر نقص عریم خصوصی قضیه را پیش میبرم و دازم کار میکنم که زندانی شوه و به اعدام برابر شوه. ما او احمق به اعدام برابر خواد کردم. این قسم خون نمیمانمش. تو کی هستی؟ از کی اجازه گرفتی که اتو یک کار کردی؟ تو چطور جرأت کردی که مسائل خصوصی مرا این قسم فیلم جور کرده و نشر کنی؟ چطور اتو یک کار کردی؟ توبه، من اصلا نمیفهمم که ما چی کردیم که تو از من نفرت میکنی. مخصوصا باز امروز نمیفهمم که تو چی شده که از من کاملا دور میری. براک مادر لطفا آرام باش، ما تا هنوز سر میز نشیشتیم به لیاز خدا. بچه تو به خاطر او دختر زندگیت تباه کردی، حتی تا حدی که تو موضوع فیلمتام درباره سالایی که همراه او گذشتندی هم قسم جور کردی. چرا بچه؟ مادر میخوای مرا بکشی آینده‌ام چرا خراب شوه؟ زندگی مرا چی شده؟ هیچ چیز. اما تو هیچ پول نداری. ما پول دارم. توبه توبه. ببین بچه، به خاطر او دختر تو به امریکا به خاطر مستری نرفتی. به خاطر او دختر من تو را دیدن نمیتونم. تو به خاطر ساختی این فیلم از من دور میشی. اما فیلم خو ساختم نه؟ تو به خاطری که فیلم بدون پول تو ساختم قارستی؟ بچه میفهمی او دختر ما را از هم دیگه ما زیاد دور ساخته، به حدی که ما نمیتونیم مثل گذشته با هم یک جایی باشیم. بچه ما یا تو متوجه موضوع شدی؟ او دختر ما را جدا نکرد مادر، تو خودت کدی. تو بودی که قار شدی و همیشه گریان میکدی. سالا پیش وقت من از دانشگاه فارغ شدم به خاطر او فیلمای کوتاه که جایزه گرفته و به یک جای رسیدم، تو اصرار داشتی که من به امریکا برم مستری بخونم. بگو تو نبودی که مرا با پول تهدید کردی مادر جان؟ بعد از اینقدر سالا تو هنوزم عین مو آدم هستی، با داستانای فیلم من مشکل داری. نه خیر دیگه نمیشه قسم پیش. بله نمیشه. میفهمی که ما باید چی کنیم؟ من میخوایم که برات پول بدم. درست است بچیم، ما باید به تو خانه بتیم. بچیم تو میفهمی بسیار از ما دور هستی و من به تشویشت هستم. برای که حساب بانکی باز میکنم و برات پول روان میکنم. درست است؟ نمیخوایم. خب حالا بگو نان شوم میخوریم یا میخوایی ما تو را اینجا تنهایی لاکده برم؟ درست است بچیم، بشین. خالایش لطفاً بیاین که یک چیز بخوریم.
شما با هم بخورین چون من فعلا بسیار قار هستم. براک حالا از پشتش برو. داستان فیلم میش خوشش نامده. هیچ در فکرشام نیستم که خوشش آمده یا نه. کل فیلم خودم به تنهایی ساختم. کل فیلم بدون ای که من از تو پول بگیرم ثبت کردم. درست از جانم طولانیش نساز، برو دیگه. تو مداخله نکن لطفا. دروازه رو سعی قفل کنین، زنگشتارم روشن بانین. خسته نباشین، شبتان خوش. تشکر خانم بانو، شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. کمال تو خوب هستی؟ بانو میشه چند دقیقه گپ بزنیم؟ درست است، اما تو چی شده؟ چی گپ شده؟ سوات میشه جاکت کمال از داخل بیاری؟ بچه‌شون بانو بخیر این قسم در جای سرد نشی. حالا بخیر نه تو چی شده؟ بیشی دیگه. زنده باشی. استاد تو خوب هستی؟ محلش میکنم. بیا به خانه ما میریم. اینجا مریض میشی. سعیس اول آقا کمال به خانهشان میرسانه؟ نه خیر، ما از اینجا مستقیم به خانه میریم. گپ ما شنیدین آقا مدد؟ البته خانم، این چرا نه؟ فروشی؟ خدایا حال من چی خواد کدم؟ چرا آقا چرا دیگه وقت روشن است؟ پدر؟ تو بودی دخترم؟ دی وقت شو چرا اینجا ششتی؟ کمال رفته. تا حال نامده منتظرم او هستم. فعلا وقتش است. باز میای دیگه پدر، شاید امروی دوستش باشه. نه او قسم نرفته. او کمه کیک آماده کرده بود. بعدن تمام پتنوس دور انداخته و رفت. یک ذره جنجال جور شد. چرا؟ ما گفتمش که دور بنداز. ها خب چرا جور کرده بود؟ یک دقیقه او کیک پخته کرده بود. چطور پدر؟ سحر کیک که جور کرده بود 3 رنگه بود. سرش آبی بود، بینش سرخ و آخرش یعنی پایینش هم سفید. ما چه قسم او کیک به مشتری ها میدادم بگو نه؟ سرم مردم رش خندی میزدن. بعدن از خانه قار کرد و رفت. تا حال نمد. خیر از جانم تشویش نکو، بسیار زود پس خواهد آمد. تو با خدایا. حالا پدر جان بیا که ما تو بالا بریم، اگر نی مادرم جیگر خون خواهد شد. آها مادرت تا امرایم گپ نمیزنه. فقط بگوی که بچه او است، بچه من نیست. پدر خود درست است پدر جان. حالا بخیز بیا که بریم بالا، ما او را پیدا میکنم. بیا باش کمیاره بگیرم. بتی نه بان من میبرم دخترم.
خانه خود ما گفتم آقا مدد. خانه پدر منی نفهمیدی؟ ما فکر کردم اول خانم خور ترکه بگیریم باز. بوکت امشب خانه دوستش هست. کلا مشکلی هم نیست. تا جایی که یادم است من خانه برات گفته بودم. مگم نگفته بودم؟ بخشین معذرت میخوایم خانم. خانم بانو، ما نمیخوایم کدام مشکل خلق شود. چتیات نگو کمال. لطفاً کلی موتر با آقا مدد. فردا من خودم باز میایم. پدرم بگو که یک وظیفه دیگه برات بده. خانم بانو، اگر کدام اشتباهی مرتکب شده باشم یا کدام اشتباه کرده باشم باز. بله کدی مدد. و دیر وقت میشه که رویت خراب شده. او قسم که از خواهی ما موتر در گراج استاد میکنم. خوب میشه. آی بانو، به نظرم بهتر است که نیایم. در ضمن تو چرا که تو آدم قسم رویه کردی؟ هیچ کس نمیتونه زندگی مرا کنترل کنه. دیگه خسته شدیم. خانواده اشتباه فکر خواد کردن. من از وقت طلاق گرفتیم همین قسم بوده. همیشه مرا به چشم یک مجرم یا یک زن آزاد دیدن. من نمیتونم که دوست، وظیفه و یا کدام احساسات داشته باشم. من جزایی هستم. چطور؟ حتی رانندیم به جایی رسیده که موضوع را به طرف دخترم میبره. من هر جایی که برم اونجا یک مشکل خلق میشه. بانو، من باید از اینجا برم. بعداً باز گپ میزنیم. سیز درست است. میخوایی برای تاکسی بخوایم؟ نه مشکل نیست. خودم زدم میرم خودم. تو داخل برو. خداحافظ. بله خواهر. تو کجا گم هستی؟ سر چیغ نزن. بیازو شب خوبی نداشتیم. تو هم کلمه خراب نکن لطفا. خانه بیا. امی دقیقه. من خبر دارم که چی شده. من برایت کار دارم. باید با هم گپ بزنیم. من منتظرت هستم. زودتر بیا. سیز میام. اونم میایم. کجا بود؟ آیده قهوه خانه بوده دیگه. خواهر جان، تو فکر نمی کنی که عاشق شده باشه؟ شاید. خوش آمدین خانم بانو. مرا کدام کاری دارین؟ خوش باشی. نی جانم تشکر. برو خوش. درست است. شب بخیر. شب بخیر. سلام. چی گپاس؟ خدا هیچ خوب است نمی کنم. میشه بیایی یگان جای میریم و یگان کار میکنیم. این خیر. راستش بوکت خانه دوستش از دل جم. آی من در اینجا خدا خوب است نمی کنم. مرهان باز برات قصه میکنم. آی درست است میشه من اونجا بیایم؟ درست است. تو نیم ساعت دیگه خودم میرسانم. میبینمت.
را یوزن عروسی کنه چی؟ بیوام است و یک طفلم داره. دیگه ای که از خودش کده کلان است، مادرم میکشش با این کارش. کمال فقط به یک رستوران نیاز داره، جایی که بتونه اونجا آشپزی کنه. فکر میکنی او خانم رستوران برش میده؟ نمیفهمم، مگم پول داره است. فکر میکنی او چقدر میتونه کمال جذب خود کنه؟ تو چرا ناوقت کردی؟ فیلم دیدن رفته بودم. تو فیلم دیدن رفته بودی؟ ها چرا؟ فکر میکنی من هنوز اون رو نمیفهمم؟ آی درست است خواهر. توبه توبه. خب کدام فیلم دیدی؟ نسیم سحر. اما درباره او فیلم شنیده بودم، برنده جایزه هم شده، اما تو نیست؟ قرار است آخر هفته بریم او فیلم هم روی دخترها یک جای ببینه. چی است؟ چی شده؟ این فیلم براک و نسیم سحر. نسیم سحر. وای نسیم سحر. باورم نمیشه. من چطور نتونستم متوجه شوم؟ به خاطر که تو احمق هستی. زندگی ما کاملا مثل امو فیلم بود، اما واقعیت او فیلم دا آخر تغییر میکنه. یعنی او فیلم به خاطر تو جور کرده؟ فیلم بسیار غمگین بود. من زیاد گریان کردم. بر علیه او شکایت خواد کردم و بربادش می. شکایت چرا؟ یعنی چی که چرا؟ به خاطر که از من اجازه نگرفت و زندگی مرا مثل یک فیلم جور. خب با داستان تو مشابه است چطور؟ بله. پس من باید هرچی زودتر فیلم ببینم، اگه نبینم نمیشه. بیشتر از این منتظر بودن نمیتونم. اما شیرین چه قسم خواد دیدی ها؟ تو خواب وظیفه داری. البته جان خواهر، بعد از اونجا میری و کار میکنی، بخیر کار میکنی و به کار کردن شروع میکنی. هم کارا و سالات ها. سالات گفتی؟ بله سالات. این قانون از جانم. تا خود نیست که قرار بشینی و برنامه تلویزیون سیل کنی. من باید بسیار زیاد کار کنم و تلاش کنم خواهر جان، اما مطمئن هستم که موفق میشم. اونا کوشش میکنن مرا شکست بدن اما نمیتونن. آی دیوانگی نکن. در بخش خواد بودی که از 24 ساعت فقط 22 ساعت کار خواد کردی. خب فیلم درباره چی است؟ امی که اونا در دانشگاه با هم آشنا میشن، رابطه خوب می داشته باشن. بعدن دختر میره و او بچه در یک درد بزرگ زندگی خود سر دچار میشه. یعنی میگی دروغ است؟ تو نرفته بودی؟ او به عشق خود یک فیلم ساخته. بسیار بد است. تو اصلا او را درک نمی کنی. اوف. اما در این چیزا احساس خدا آیستا آیستا آشکار میکنه. و درباره تو کدام چیزی بود یعنی؟ احمق، نام او فیلم چی است؟ نسیم سحر. خب تو سحر هستی؟ او نام تو است خواهر. نسیم سحر. خب پس تو چرا او را ایلا کردی؟ آی چرا برام بگویی بیخی قسم معما آرشات تو را دوست نداری؟ به خاطرش دیوانه میشودی. پس او وقت چی گپ شده بود خواهر؟ ما حال کلان شدیم، برام بگو. آی خواهر حالا دیگه من وظیفه‌ام میرم، یعنی کلان شدیم نمیتونی که درد دلت برام بگویی او برات خیانت کرده بود. آی نکرده بود، بس شاید کرده باشه به خاطر که علاج دادیت من برات خیانت کردم. گفتم نکرده بود، چند بار ای گپ برات بگویم، بس است دیگه. مگه من مطمئن هستم که خیانت گفتم نکرده بود، چند بار ای گپ برات بگویم. آی دلت دیگه. اگه یک بار دیگه بگویی میکشمت. درست است نمیگم. چای میخوری؟ ها بیار. مگم خیانت کرده؟ شیرین های گناه مصطفی هم است دیگه. او بچه عوض کرده به یک چیز پخته کنه. چرا باید او را او طرف اندازه؟ خب حالا چی شد ها؟ او کار کرد و رفت. مصطفی هم در رستوران منتظر است، اما تو شیشته. خواهر او اشتباه میکنه. کمال او قسم یک آدم نیست. او قسم که فکر میکنیم نیست. او را زیاد عذاب ندیم دیگه. بس از بانه نشه. آی میخوای که مثل تو باشه ظفر؟ تو خواهر ما وظیفه تبدیل کرده میری. او میره کار میکنه و در بدلش ماش میگیره. خوب است، همه تو نیست خواهر؟ بله همیشه باید مرا مثال بتین دیگه، هیچ کسی نیست. خیلی دیگه کی مثال بتین؟ بس از دیگه بگو که از شما کی مراقبت میکنه ها؟ گوش نماندین. بگو مشکل شما چی است؟ بس از همه دختر ببین از درون ماشین چی برآمد. اینا یک جراب است. این خود جراب ما است. ها جراب تو است. آی ملکه بلیاز خدا تو چه قسم پاکاری میکنی؟ چطور امکان داره که جراب از درون جاروی برقی برایه؟ فکرت کجا می باشه تو به خدایا؟ آی خواهر هر طرف ببینی جراب گرفته. اینا یک دفعه ببین از پای خود میکشن و در هر جای مندازن. اینا بگی. اوف. آی خدایا اینا قرار بود که یک جاروی نو بخری،
اما ما برات جورش کردم دیگه. تشکر خواهر جان. بسیار زیاد تشکر خواهر. خب برو برام هم یک چای جور که دیگه. این از مصرف پولام صرفه جویی شد. حالا برو دیگه. اوه اینا رو هم او بافته. آی بافته اما ناتکمیل مانده. خوش آمدی. چی گپاست؟ قراری چطور هستی؟ تناستی؟ بله براک مهمان مادر خود است. بیشی چای میخوری؟ میخورم. خب چی گپا؟ اصلا خوب نیستم. راننده از کار کشیدم. خب خیره دیگه یک راننده جدید پیدا میکنیم. خب چرا او را کشیدیش؟ چی مشکل داشت؟ های جاسوس پدرم بود. شب و روز مرا زیر نظر داشت. من از این قسم زندگی کردن نفرت دارم. ما همراه کمال به خانه می رفتیم. قواره گرفته بود و راضی نبود. بعدن ما را به خانه پدرم برد. پرسان کرد که اول کمال به خانهشان برسان و میانی فقط کو شوهرم باشه. گفتی که همراه کمال خانه می رفتی؟ اما آشپز جوانت تو چطور همراه او به خانه می رفتی؟ او قسم که فکر میکنی نیست. او خود خوب است نمیکرد. بیخی تر شده بود. تو خود همراه او کدام رابطه نداری نه؟ نه اورهان او مرا حتی اهمیت هم نمیده. چطور اهمیت بده؟ تو خود 10 سال از او کده کلانتر هستی از خاطر 7 سال. خود درست است. آی بلیاز خدا ایتو نگو دیگه. اورهان تو هیچ وقت مرا این قسم دیدی؟ ما هیچ وقت این قسم احساس نداشتیم. ما فقط در مشکل بند ماندیم. دادم با او پیشنهاد شراکت دادم. یک طریق خوب به خاطر شروع یک رابطه است. آفرین. حالا بیا که یک شم رو شم کنیم. این قسم بسیار رومانتیک خود بود. تو دیوانه شدی چی بلا؟ مردم سر ریشخندی خود کردن. باز او وقت پشیمانی هیچ کدام سودی هم نداره. پول خو حداقل پدرت کنترل میکنه. او با این موافقت نخواد یعنی کرد. توی شراکت همین قسم میبینی؟ ها؟ هرچی نباشه قرار است هنرمند باشی. فیلمای عاشقانه بسازی و مردم هم اونا رو ببینن. والا عشق خو یک چیز بسیار بد است دختر کاکا. خب اما در موضوع تو ما یک بچه غریب و جا طلب و یک دختر کلان سن و پیسه دار داریم ای که آینده اونا چی خواهد شد من خو هیچ نمیفهمم. همراه می مشت میزنمت مرا کلان سال نگو دیگه نی؟ چطور که وقت آمدی؟ خب چی توقع داشتی؟ چی گپاس بانو؟ آرامی. زیاد وقتی که دیگه ندیدیم. بله چون تو خارج بودی و از موفقیت ها لذت میبردی به این خاطر. من از دنیا آمدن و از پس آمدنم پشیمان هستم. میرم که برای خود یک گلاس نوشابه بگیرم. به خاطر فیلمت برای تبریک میگم. تشکر میکنم. فیلم تو موضوع بحث امروز قهوه خانه ما. جدی؟ فیلم امروز به نمایش گذاشته شد. خوب است. خواهی نان شب نخوردی؟ خود درست از خیر دقیقه شو با باغچه بریم دیگه. بریم. بگی خواهر. باتو جانم زنده باشی. تشکر. شوهرت کجاست ها؟ حسن جانو پشتش روان کنم که بیاریشه؟ نه او امشب خوب نیست. او از وقتی که نام او کاکای کوره شنیده مریض شده. آدم کوری چی بچیم؟ نه خیر فشار خون داره. چیزی درباره او آدم کور نمیفهم. حسن جان بچه‌م نا وقت شب شده. حالا برو خواب شده برو بچه‌م. حالا زود. پدر من بچین پیام دارم. کدام مشکل پیش شده؟ پیسه من پس میگیرم. صبر. آدم کوری چی؟ من خب بیخی کنجکاو شدم به خدا. یک آدم یک چشمه در سرک خانه ما بود. من بیخی ترسیدم و وقتی که ای گپا به کاکایم گفتم بازو مریض شد. اما وقت بود که فشار خون او بالا شده بود. تو غلط درک کردی. این نباید تا این وقت شب بیدار باشه. بیا در جانم تو نیست. باید باشه. ایرا امرای تجارت احمقانش از مکتب خواد کشیدین باز خواد دیدین. ملکه یک پدر مادر با مسئولیت بوده از این سعی مراقبت کنین. توبه. بچه بخی حالا برو استراحت کو. حالا دیگه بخیز. حالا دیگه حالا بچه‌م حالا برو خواب کو. حالا دیگه قسم سیل نکو. بخیز دیگه. حالا دیگه وقت خواب است. تو هم امروی خواهرت باید گپ بزنی. ای چی میگه؟ درباره چی باید گپ بزنیم؟ چیزی نیست. اما ملکه خو گفت که گپ بزنیم. خواهر اونا مر از وظیفه کشیدن. ای تو از دست تو باز چی کردی ها؟ بگو.
نه چیزی نکردیم خواهر جان. به خدا یک نفر آمد گفت که 100 لیره داده و پول مایده خود خواسته. اما برش گفتم که پس برو بیادر ها، در داخل دخل ما خو هیچ پول 100 لیره ای نداشتم. او با غم کردن و هم کردن شروع کرد. بعدن ما قار شدم، بیرون شدم و همراهش جنگ کردم و زدمش. بعدن مردم اومدن و ما را خلاص کردن. بعدن رئیس آمد و مرا از کار اخراج کرد خواهر جانم. اوه. اوه خدا را شکر که آمدی دختر کاکاجا، زیاد خوش شدم. بسیار تشکر. نوش جانتان. خب چی گپ است؟ مادرم فکر میکنه که داستان قصه یک داستان بسیار ساده است. دختر و ای گپا در او وقت ما تمام فرصت ها را ترک کرده و ایست کردم که این کار خودم با پول و زحمت خود به پایان برسانم. مادرم از این کارم زیاد جگرخون شد. خب ما در قصهش نبودم، برعکس بسیار زیاد خوشم بودم. آی بیادر دعا کنیم که کلی چیز خوب شوه. بیا از غیر از دعا کردن دیگه کاری کردن نمیتونیم. پدرم کوشش میکنه کوره بفهمونه، ولی تو با همراهش هست. دختر بیچاره. باورم نمیشه بیادر، تو 1 سال بعد اونجا رفتی اما اونا در ظرف 3 دقیقه دواره شروع کردن. من خودش باور نمیکنم. به این خاطر که تو به دیدن اونا نرفتی قارم سرت شد. حتی ما او روز 5 بار به تو با زنگ میزد. ما هیچ نمیفهمم که چرا او درست مثل پدرم. من تا راننده خودم نمیتونم انتخاب کنم. باورتان میشه؟ چرا؟ چون او میخواد مرا کنترل کنه. کاری که ما کدام بکو، کل چیز ایلا کده و ترکش کو دیگه. اینقدر آسان نیست براک جان. ما یک دختر دارم و دخترم اونا را دوست داره. به هر صورت ما یک سرک از اونا دورترم زندگی میکنیم. والا اوضاع تو خو بسیار زیاد خراب است. راستی میخواستم بفهمم او دختر چی شد؟ کدام دختر؟ اما دختر فیلم دیگه. نیک او را ندیدی؟ ای داستان فیلم خونده؟ ای همیشه اول میخونه بیادر. او وقت آرهان خانه نداشت. همیشه در خانه من می بود. درباره داستانا گپ میزد. اما بعضی داستانایش عالی بود. من زیاد خوشم میامد. والا بانو جان، او دختر یک دفعه غیب شد. مرا با یک پیام ترک کرد و رفت و بعدا من ناپدید شدم. نیک در حق او دختر کدام کار کردی چطور؟ یا که کدام دختر دیگه؟ نه والا ای هیچ کاری نکرده بود. من شاید بودم ای هیچ کاری نکرده بود. مادر تو کمی عجیب است. نیک او کدام کاری کرده چطور؟ تو سحره نمیشناسی؟ واقعا نمیشناسی بیادر. او بسیار یک آدم کل شخص. ما ای احتمالا بسیار وقت پیش از بین برده بودیم. پیام خداحافظی وقت آمد که من در امریکا بودم، چون وقت آمدم او دانشگاه را اعلام کرده بود. خانه‌ش بلد نبودی؟ نه به نظر من که امکان نداشت، به خاطر که خانواده اونا درباره براک هیچ چیزی نمیفهمیدن. اونا خانواده محافظه‌کاری بودن. میفهمی ما مردم ثروتمند هستیم. فکر میکنم که ترسیده بود که مبادا ما او را ترک کنم. من نتونستم بغیر او کسی دیگه و یا چیز دیگه را ببینم. ما به مدت 1 سال بسیار صمیمی با هم زندگی کردیم و در قصه فامیل شام نبودم. به هر صورت زمان گذشت دیگه. وظیفه و غیره، جشنوارا، مسافرت ها، شوتینگ فیلم و غیره و غیره. زمان میگذره. حال خدا میفهمه کو کجاست. زمان تمام زخما را مداوا میکنه. تو با هم دختر خوبی است به خدا. تو به خاطر تو زیاد جگرخون بود. توبه ما او را چی کردیم؟ او غیبت مرا میکرد؟ 24 ساعت غیبتت میکرد. ای که تو بچه بد هستی، اما به خاطر کاری که میکنی نه، به خاطر کاری که نمیکنی است. و اما او را قار و جگرخون میساخت. پس باید تو کس را پیدا کنه که از پایین تانو کار میکنه. به هر صورت هیچ عشق پایان خوشی نداره. میشه یک گیلاس دیگه بیاری؟ دختر کاکای تو عاشق شده آرهان. چی میگی؟ میرم که بوتل بیارم. شاخو دراز است نه از خاطر. بیار دل ما بیخی از عشق بد کردی. به خدا قسم میخورم بد کردی. آی فقط که از اول زیاد خوشت میامد. نیک داستانا را ای نوشته میکنه. ما میگم ای نوشته میکنه.
آها بیادرم، چرا همیشه باید تو را اخراج کنن ها؟ بگو حالی چی میکنی؟ خواهر جان ببین یک فکر خیلی خوب دارم. هدفم کمال است. او وقت خوشی نداره و مشکلم داره. دزم دوستم نداره که به هیچ وجه مامور دولت شوه. به این خاطر فکر میکنم که ما میتونیم با هم شریک شویم. نظر چی هست؟ بگو برم. البته چطوره؟ چی یک نظر خوبی ها؟ راستی؟ والا هیچ وقتی در فکر خودم تیر نشد. احمق، امرای کدام پول ها؟ کدام پول؟ خب شوهرت میتونه با بچه‌ت کمک کنه دیگه. این مشکل داره ها؟ یا میتونیم که قرض بگیریم و او از ما حمایت کنه. ببین او تو را توتا خواد کد فهمیدی؟ این قسم فکر را در ذهن او ننداز. برو بخواد یک وظیفه خوب پیدا کن. کرایه مایتم ممید. لطفاً خواهر جان دیگه دربارش کمی فکر کن. آی زفر. ما خو گفته بودم وقت تناق زایی نساز. چیزی را که کشت کنی امونه در او میکنی. قبول کو و خوش باش. تو یک رقم تا نمیتی. باش من یک چیز برات بگویم. یعنی چی که چیزی را کشت کنی امونه در او میکنی؟ خدا را شکر کل چیز داری اما قناعت نمیکنی. کل چیز داری جانم. ایده بدله ما شکم از کلگی کده زیاد کار میکنی. زن احمق نشو. هیچ کسی با ما شکم نمیته. تو به اندازه کارت ماش میگیری ملکه خانم. با چیزی که داری شکر گزار باش. بر صورت من خودم بیاز و ناراحت هستم. میرم دیگه. خواهر جان لطفاً گپو را بدل نگی. او از ما عصبانی است به همین خاطر گپ. آی بلیاز خدا بس کو دیگه زفر. خواهر جان تو فقط گپ زدن یاد داری بس. آنه دیدی؟ خواب و واقعیت. شوهر او 3 خانه داره فهمیدی؟ و به هر اولادش یک خانه گرفته. ما این چیزه داریم فقط که او به تو پولا به خاطر تجارتت میده. های بسیار خنده داره از فکایی ما. ملکه ببین سال از که اونا به خاطر هر چیز به ما پول میتن چرا نمیفهمی؟ به همین خاطر قناعت کو دیگه. اگر نه همین چیزایی هم که داریم ما از دست میدیم. باز خود دیدی و خواهرم تو را از خانه خود کشید. 3 خانه میفهمی؟ اونا به خاطر یک جای کوچک سالا هست که فقط پیسه داده میرن. من فقط میگم که کمی باید انصاف داشته باشیم. اگر وجدان نداشته باشیم فکر کنم هیچ چیزی نداریم. تمام من میرم خب شوام. چی میکنی مصطفی؟ هیچ خواه میکردم پرده را کش کردم. تو خانه زفر بودی؟ ها دختران هنوزم سر بام هستن. به نظر میرسه که قصهشان خوب گرم است. البته چون اونام خفه شدن. شیرینم فردا سر کار میره. خواه کنه که سر کارش ناوقت نشه. تشویش نکو خواد کردن. خوب است. مرام خواه گرفته میرم که خواه شوم. اگر خواه نشوم با سو وقت چه قسم از خواه بیدار شوم؟ اوه سلطانم خوش آمدی. چی گپ هست؟ آرامی. صبر من برات گفته بودم که این کار نکو. این چی است؟ بازم رای اونا بیرون رفتی؟ بکشیره. عجله داشتم با او خاطر. تو چی لق سعی داری؟ یک گلاس چای پر تو. این شما چی است؟ شما اینجا چی میکنین؟ اگه مصطفی گسکان خبر شوه خلاص دیگه سکته آیه کردم. مصطفی گسکان چه قسم ببینم؟ بگی لولو. لالو چی است؟ شکل مؤدبانه لوده. چون بیادر کلانش هستم نه؟ لوده چون قسم قارکده رفتی که دور انداختی ای کارا برات بسیار بد است بیادر. من کم است که دیوانه شوم. بله چرا؟ من خودم هم نمیفهمم. اما کلی چیز خوب است نه؟ با وجود که سن قانونی ما پورا کردیم هنوزم به خاطر امتحان باید در اتاقم درس بخوانم. من شاید تا 20 ساله دیگرم نتونم که کامیاب شوم. حالا من چی کنم سر؟ تو برم بگو چی کنم؟ من میخواستم یک کار بهتر انجام بدم اما هر کاری که میکنم جرم است. فقط کیک آماده کردیم کدام کار دیگه خو نکردیم. او احمق که سه رنگ کسی در قهوه‌خانه آماده میکنه. اگه دلت به شوخی کردن بود یگان چیز دیگه آماده میکردی. اف کیلو که ایف نمیکردی. سحر من خسته شدم.
زیاد شنیدم دیگه، تحمل تو را ندارم که قدر سر ما گفته میری. نقطه سر خط. کم است دیوانه شوم. قرار است در رستوران بانو شریک شوم. بله، شریک خواد شدم. پدرم قار خواد شد. بانش که قار شوه. سحر بانش که قار شوه. به خاطر که قار نشه ما در زندگی هیچ پیشرفت نکردیم. بان قار شوه. گوشت از ناخون جدایی نداره. کمال، این آدم بسیار زود قار نمیشه. او آدمی است که در ظرف 30 سال نتانسته از این محل بیرون شوه. مرد است که در یتیم خانه بزرگ شده. اگه جیگرخون و قار شوه به شکل عادی و نرمال نمیشه. هر باره که جیگرخون میشه مرگ اسم میکنه. تو بچی از او استی بچیش. حالا دیگه امتحان سپری کو و ده او امتحانم خدا کامیاب بساز. بیادر، پدرم بسیار یک آدم خوب است. او چیزی نمیگه اما به خاطر تو به تشویش میشه. چند وقت بعد کار کردن نمیتونه بفهم. خب مشکل همی است. آدم خوب است. آدم بسیار زیاد خوب است. حالا که او آدم خوب است، این جرم است؟ جرم است؟ نه جرم نیست. این را محبت میگن. او آدم از محبت زیاد مردم برباد میکنه. بیبی ما هر کاری که میکنیم به خاطر خوشی پدرم میکنیم. باش که پدر ما قار نشه. من دیگه نمیتونم قسم زندگی کنم. خیر و خلاص. ما چقدر به محبت رفتیم بر از او کیک آماده کردیم. آخرم کلش او طرف انداخت. من نمیتونم دیگه یک قسم یک چیز ادامه بدم. بخی خسته شدیم. تمام جانم درد میکنه. میفهمی؟ احمق، فکر میکنی باز در کنار او زن و پولدار نفس گرفته میتونی؟ او چرا این کار به تو میکنه ها؟ تو واقعا تو یک آشپز خوب هستی؟ نمیبینی که او آدم بد رقم عاشق تو است؟ تو او را دوست داری؟ نه. خوب باز میبینیم وقتی که از او کده یک دختر مقبول تر پیدا کنی شراکتتانم دوام میکنه. نه و بعدن تو در یک جای یا سوق مفروشی یا که گرسون خواد شدی. خیلی طور است. خیلی نیست. یعنی میگی است؟ به شک. خیر ببینی، من علم و دانش ندارم. به سواد هستم. راست میگی. یک تو مانده بودی تو هم گفتی. اونجا هر لحظه مشتری داخل میشه. چرا؟ به خاطر که خانم عاشقم است. ده یک روز اونجا چقدر عاید داره توی را میفهمی؟ اونجا را من اداره میکنم. من به خاطر من اونجا عاید میکنه. زنده باشی. بسیار زیاد تشکر از این اعتمادی که برم داری. بیخی اشکای مرا کشیدی. خیر ببینی، پدرم نیاز نداره در این خانه دیکتاتور باشه. چون تو مادرم هسته نه به او کل کار آسان میسازین. او نیاز نداره کاری کنه. خیر ببینین. زنده باشین. این چه قسم چای است که دم کردن؟ صبح بخیر. و بیادر سلام بگوی. مادر، پدر، بیدار شوین. باید به رستوران برین. ساعت 7 بجه شده. چی؟ 7؟ حالا بخیزین دیگه. فکرتون کجاست؟ حالا به رستوران بیاین دیگه. منتظرتان استا. آیه چه باش دیگه دختر؟ حالی کارا را چه قسم کنیم؟ صبر آرام باش. آقا مصطفی آرام باش. توبه. حالا دیگه زود باشین. درست است. آرام باش. گوش که خانم، گوشت تو بکش و ملک حرام بگو که بیاید تو را کمک کنه. نمیفهم کل چیز چه قسم تیار کنیم خانم جان. آی تشویش نکن. یک کار خاط کردیم تشویش. چه قسم؟ توبه. دیشب ما خویده کشیده بودم. بدا زود شو. پس برو بچم پس شو. آی بیخی ناوقت شد به خدا.
قسمی که میخواستی نموت آماده شده استاد؟ یک دقیقه. یک قاشق بته. بگی. مصطفی؟ با من بده. ای قربان بچه امشبم. آی کل کارا رو کده ببین. آی بچه قند. آی بچه قند. آی گوش کن. یک قهوه آمده که با هم بخوریم. اینجا هیچ کار نمانده که انجام بدیم. هیچ چیز نرمال نیست یا خدایا. آی خدایا دوست. توبه کنیم خدایا. صبح بخیر. صبح بخیر. مادر؟ کلش کمال صبح وقت آماده کده. وای چه قسم. والا بچه تا صبح خو نکده. میخوایم یک چیز بگویم. از دست پخت پدرم کده زیاد مزه دارتر است. آیی خود مقال نکدی. پدر تا بیرون ششته. کوفته بسیار مزه دار است. چه باش میگم پدر بسیار مزه دار است. صبح بخیر پدر جون. صبح بخیر پدر. دخترم تو هنوز اینجا چی میکنین ها؟ امروز روز اول کارتونه بود. در روز اول کار نباید ناوقت برید. یگان چیز بده که همراه خود ببرم مادر. وقت برات مانده. این اولین وظیفه تو است. باید متوجه باشی دختر. کارای سر دل خود نباید بکنی. فهمیدی؟ توبه. خب چی کنم دیگه؟ چی است؟ تو به کدام عروسی میری چطور؟ بله اما قسم یک چیز. من امشب ناوقت خط آمدم. همراه دوسته میباش. آی درست است. یک بار پیش پدرتم برو. درست است. برو جانم برو. پدر جان؟ تو چرا قدر آرایش کردی؟ قرار است امشب با یک عروسی عروسی کی؟ از دوست است. درست است. چه برو. حالا برو دخترم برو. درست است. باز پدر میبینیم. درست است. چانس خوب. باز میبینیم پدر جان. خداحافظ مادر. قهوه یادم رفت. بگی مصطفی بگی. از شکر خدا بالاخره این روزام دیدی. خدا را شکر. چی نوشته کده؟ یک بار بتی ببینم. آی خوب بود مصطفی. ببین پرسان کدم که خوب بود یعنی. ای بسیار خوش مزه آمده. آی مصطفی. بفرمایین. نوش جان استاد جان. زنده باشی سوات. اما من بوره نمیخورم. یادت رفته بچیم. سوز. صبح بخیر سرآشپز. صبح بخیر خانم بانو. صبح بخیر سرآشپز. لطفاً با من قهوه بیار. درست است. با شما بیارم آقا کمال؟ نه خیر آقا سوات. امروز زیاد مهربان شدی. خیرت باشه. باز چی گپ شده؟ میشه برام قصه کنی؟ اگه قرار باشه شریک شویم باز بهتر است همه قسم باشیم. اما تو نیست؟ حق با تو است آقا کمال. نوش جانتان. خوش آمدین. خوش آمدین.
خوش آمدین. بفرمایین. خوش آمدین. بفرمایین. بفرمایین بیادر. این طرف بفرمایین. میخواین که مینو را براتون بیارم تا بگوین چی براتون بیارم؟ لوله کباب دارین؟ دارم کاکا دارم. در پالوش دیگه چی میخواین که براتون بیارم؟ ماست، شکا یا دو؟ ماست. یک لوله کباب و یک ماست. درست است. امی دقیقه جور میکنم. اینجا استودیوهای ماست و اینا استودیوها را آماده میکنن و ما میخوایم که حال برات میکاپ رو نشان بدم. بیا که برات نشان بدم. من به سریال‌های تلویزیونی زیادتر علاقه دارم. کدام سریالی است که اینجا دال ثبت باشه؟ البته که علاقه داری قنده. نه خیر، سریالا در بیرون ثبت میشه. تو همراه سریال‌های تلویزیونی مشکل داری؟ آرایشگاه از این طرفه. سلام. چه قبط. خدا برش زیبایی داده اما اخلاق نه. اوف. نوش جان. بیادر، من قبلا شما را در دور و برا ندیده بودم. اینجا نه آمدین؟ اگه مرا میدیدی باز هیچ وقت فراموش نمیکردی. تو آلوبالوهایش بیرون میکنی. آلوبالوهای ما بسیار مشهور است. حتی موضوع آلوبالوهای ما در خبران نشر شده بود. خوانده بودم. سرآشپز کی است؟ از او یاد نکرده بودن. استاد من خوش نداره. نوش جان. نامش گزگون استاد است. در سر دروازه‌ام نوشته است. خب ببین، اینجا استودیو است و اینا استودیو را آماده میکنن. من میکاپ رو برات نشان میدم. در نخست یک تریلر کوتاه درباره شما و فیلمایتان خود بود. بعدا ما شروع خود کردیم، اما با واژه های عشق سالهای سال تعقیب خود شده ما قبورک. آغاز میکنیم. نظرتان چی است؟ آغاز کنیم؟ چطور؟ معلوم میشه که یک نمایش خوب خواد بود ها؟ ها، میکاپ روم اینجاست. بیا که برات نشان بدم. و اینجا میکاپ روم است که ما میتونیم اینجا بیایم و خدا آرایش کنیم و آماده شویم. شیرین؟ او شیرین نبود؟ توبه. شیرین؟ اینجا چی گپ شده؟ او دختر کی بود؟ دستیار نوه شد. شیرین صبر کو، تو چرا میدوی؟ صبر کو. آیش توبه، چی میکنی؟ شیرین لطفاً استاد شو. نوش جانتان. بسیار مزه‌دار بود. میخوایم از آشپز تشکر کنم. آیا در آشپزخانه است؟ شما داخل رفتن نمیتونی. نانت بخو و پول تبتی و از اینجا برو. بازم ببینم چقدر شده. ها دلیره. آمدی بخیر بچه قند. نه، هی که پیشروی تا ساکس دیروزم است. کاکا. چی؟ کاکا، او مرد یک چشمکی است ها؟ چی؟ استاد، کارتان بسیار عالی است، اما اونا رو در قاب نمانین. بانن که من تنظیم کنم. درست است؟ خب حاله. اینه دیگه، او باز از شنیدن نام او کاکا یک چشمه ترسید.
آی معذرت میخوایم میبخشین. بیادر. آی بیادر. دیوانگک اوه شیرین چی شده؟ من از کار فرار کردم بیادر. چی کردی؟ از کار فرار کردم دیگه پرسان نکن. فرار کردی؟ ها نفهمیدم چی کنم. به خاطر از او پیش تو آمدم دیگه. به خانه نرفتم که مرا از بین میبرن، خصوصا خواهرم. به خاطر این کار برم زیاد تلاش کردم و حالا چی کنم؟ آرام باش. چی گپ شده برام بگو. براک حضور اونجا بود. کی؟ اینقدر زیاد سوال نکن دیگه بیادر. براک گفتی دیگه کی بود؟ ها خواهرم. در کجا بودن؟ بله همونجا. خدا کجا بودن؟ وقتی مرا دید از پشتم شیرین صدا کردم میره. کمک شو. میخواست که درباره خواهرم پرسان کنم. ممزوطه که اینجا آمدم. با خدا بیادر بیاب شدم، درام کت کلگی تکر کردم، بسیار خطا شدم، اصلا نفهمیدم چی کنم. آی بیادر جان میدیدی که من در او حالت چه قسم از اونجا فرار کردم هیچ نمیفهمم. اما صبر کو برتاو بتم. بیادر برم کمی او بده که راحت شوم. بسیار نفسم سوخته. زود باش او بده. حالا بده. باش بیادر جان. حالا کلش برات قسم میکنم وقتی او را دیدم از اونجا فرار کردم. بعدش او از پشتم میدوید و شیرین صدا میکرد. کسایی که در چهار طرفم بودن همراه کلشان تکر میکردم. بسیار خطا شدم، اصلا نفهمیدم که چی کنم. آی بیادر هیچ نفهمیدم که چی کنم. کسایی که در اونجا بودن کلشان دیریشی پوشیده بودن، من در بین کلشان کم آمدم، مثل قاتل آواره فرار کردم. یعنی مستقیم اینجا آمدم بیادر جان. بعدش هم تو را دیدم. آرام باش. بیا قرار اینجا بشی. درست است. نفس راحت بگی. تو بکدم خدایا. دست کول ما برم بتی. اوه دختر تو کدام گناهی کردی؟ آی وقتی نکردی پس چرا فرار میکنی؟ چرا میگریزی؟ میگم که ترسیدم بیادر. چرا ترسیدی بلیاز خدا؟ ترسیدم دیگه، ترس وجودم آمد، نفهمیدم چی کنم. دفعه نور دیدم. از چی ترسیدی؟ او دختر کلان دختر هستی. تو بکدم خدایا. از یک آدم میترسی فقط میخورید. چرا فرار کردی؟ ایره برم بگو. تو اینجا می پیش بنده میپوشی؟ بله خیدریشی کنم. سفیدش خوبتر معلوم میشه. ما چی میگم هیچی میگم. اوف توبه. همگی را جمع کردیم. بسیار فوق العاده است. داروسی هم خواد آمدی، اما مشکلی است که در اونجا باز قدر گپ زدن نمیشه. براک فکر نمیکردم که بیایی، چون همیشه یک جایی مصروف می بودی. تشکر که این محفله گرفتی. بعد از عروسی هم اینجا زندگی خود کردی؟ بله. دیگه بخار داری؟ ها دیگه بخار من خود خریدم. من بزرگترشم میخرم، تو کوچکترشه. توبه. چون وقت عروس خانم چیز پخته کنه باز به کارش میای. یعنی من صاحب دو دانه دیگه بخار خواهد شدم هیچ باورم نمیشه. باور کن دیگه. سحرم اومد.
بسیار خوش شدم که آمدی. زیاد پشت دق شده بودم جانم. بسیار وقت میشه که ندیدمت. زیاد وقت میشه. بار آخر که دیدم در مراسم نامزدیت بود. تو خبرم نگفته بودی کی را دیدی؟ شما خاص هم جدا شده بودین، باز تو رو ندیده بودم. تو فیتده داخل موتر فراموش کردیم. میرم که بیارم زود. پس برام نگفته بودی. توبه ما خو هیچ ندیدمت. اورهان او دختر کی است؟ راستش توبا جان ای امو دختر است. فرار کو. دستم ایلاکو. ما یک سوال از پیشت پرسان میکنم، بعد از او رفتم میتونم. دستم ایلاکو باز پرسان کو. چرا مرا ایلا کردی؟ سحر چرا مرا ایلا کردی؟ یادت نیست؟ بله یادم نیست. تو مرا با یک پیام ترک کرده رفتی. یادت نمیآید؟ سحر باید برام بگوی که چرا مرا ترک کرده رفتی. یادم نیست که در سالهای پیش چی گپ شده بود. هیچ چیز را من به یاد ندارم. 8 سال شده. هر قدر که شده باشه. 1 سال. هر لحظه 1 سال خاطره داری و حالا که مرا ترک کردی میگی که یه چیز به یادم نیست؟ بله یادم نیست. چی شده؟ به خاطر که رابطه خوب پیش میرفت ما کدام دلیل دیگه نداریم. وقتی در پشت خانه جلب آمده بود باید اون وقت یادت میامد. بدون اجازه من تو او فیلم جور کردی. همین دلیل است که مرا ترک کردی و رفتی. اما باز شکایت هم میکنی. به خاطر بررسی دلیل رفتم. درباره فیلمام برام بگویی که باز تعجب نکنی. فهمیدی؟ به خاطر گرفتن فیلم زندگی خودم از هیچ کس اجازه نمیگیرم. او زندگی من بود. هر چیزی که مربوط زندگی من میشد تو کل شب به مردم گفتی. چقدر خوب. پس در این صورت هم دیگر زود میبینیم. وقت زود ببینیم حافظت پس میآید. بودن دیدن تو هم میتونه کار محکمه را پیش ببره، فقط به خاطر که نتیجه نهایی چی ریت ببینم. گوش کن، من اصلا در قصه تو نیستم. فقط میخوایم بفهمم. باید به من بگویی که چرا مرا ترک کردی و رفتی. برات خود گفتم که یادم نیست. او فیلم را فردا میگیرم. باز کاپیشم میارم پیش پایت مندازم اگه زیاد میخواستی. سحر قسم میخورم این کارم میکنم. اما باید به من بگویی که چرا مرا ترک کردی و رفتی. باز اگه نمیخوایی تا آخر عمر مرا نبین. به یاد ندارم.
ما مقبول هستم یا نیستم؟ زیاد مقبول هستی. ما برات میگم که به نهایت مقبول هستی. در محکمه از تو شکایت میکنم. باز تو را محکمه میخواین. یک وکیل بسیار خوبم میشناسم. طرف ما بی فراری. در پایان نامت یک نقطه با. فراری؟ سرم نام ماندی. خوب است. بله بله. نام ما براک و زور است. چون اگر شکایت کنی شاید کارت شود. ما چرا او را ترک کردم ها؟ ایره از خودت پرسان که بیهوش. باز بدن میگه که تمام زندگی ما قصه کردم. فقط که زندگی هم داشته. تو یک فیلم داری فیلم. تو واقعا از زندگی چی را میفهمی؟ خواهر صبر آیسته آیسته برو. شت. خانم محترم تو را میگم جانم تو را میگم چی یک گشتاری داری؟ اینا سعی کوی طرف یک دفعه. اینا تو را میگم یک دفعه سیل کوی طرف قربانت شوم. حالا برات نشان میتم خانه رساندن. چی گپ است دختر؟ دیوانه شدی؟ آی اصلا تو دیوانه شدی. آرام باش کل منطقه رو بیدار کردی. بالا شده موتر لوده. چه باش؟ دروازه را باز کو دروازه را. تو اینجا چی میکنی؟ چه وضعیت است؟ چرا گریان کردی؟ خواهر کاری که شد خوشت نمیایه. اول درست است حالا آرام باشین. در خانه باز گپ میزنیم. آی توبه. بیادر درست است حرکت کو دیگه. تو در عروسی نبودی؟ اینقدر زود آمدی؟ اینقدر سوال نکو. طرف ما بیبی کدام اتفاق بد افتاده؟ های براک بیادر مرا بیرون کرد. نه فهمیدم. دخترا گفتم سعیس باز در خانه گپ میزنیم. آی من دیوانه میشم تو. درست است سحر آرام باش. باید به ما بگویی که چرا مرا ترک کرده رفتی سحر. یادم چی شده باشه؟ کسی که همیشه وقت خانه می آمد. تا این وقت شب کجا بوده میتونه؟ آی نه حتما زیاد کار داره. ببین وقتی یازنیمی خبر شنید اینقدر ترسیده که تا حالا خدا در اتاق قید کرده. یک دفعه یمی قسم میلایش کرده. یعنی چی شده؟ چی بوده که استاد از او ترسیده؟ یک آدم مثل فرشته است. ما امروز گپ زدیم او ما را دید. گفتم نام استاد نمیفهمه که کی است. استادم گفت که این کارش اتفاقی نیست. با ملکه خواهرم گفت میخوایم بگوییم که استاد زنده باشه. اما قدر آی ماما بیگه پا گفتم چون یازنیم از این موضوعات خوشش نمیاد. موضوع طولانی نساختم پولش دادم رفت. اولین دفعه نان خوش هر کس میاد. میخواد یک استاد ببینه. اما به نظر من ده آشپزخانه حتما کدام کمی و کاستی وجود داشته. به خاطر همونا بیرون رفته. پس جزئی دلیل دیگه ای داشته نمیتونه. نه بیادر نه. اگه کدام کمی است میگفت من خودم میرفتم. فرض کو که رفته حال کجاست؟ چند ساعت شده دکانام بسته شده. او خودش بیرون نمیره. اگه چیز کار میبود مرا روان میکرد. نه ببین دو گپ است. اول وقت کوچشم سفید میشنوه وضعش خراب میشه. بازت من یک کار میکنه. دوم ده یک کار بسیار حساس است. من خو هیچ نفهمیدم. تو به خدایا حالا به هیچ قسم بفهمونم. های من دیوانه میشم. دوباره کل مشکلات شروع شد. آی راستی من کمال روان میکنم که پیدایش کنه. شما تشویش نکنین. او یکان وقت هم تو کارام میکنم بیرون میره خوب چکر میزنه باز پس خانه میایه. حالا ملکه تو بگی باش کنان به برگوش نشدن. حالا بچیم تو هم دروازه را بسته کو. ظفر تو هم کثافت بیرون ببر. درست است. حالا دیگه زود شوین. آی حالا دیگه یک کاری کنین. تو بکدیم خدایا. ظفر
او حتما یک کار میکنه. تو هم یک گپ 100 دفعه تکرار میکنی. یک بار گفتی فهمیدم دیگه. توبه. او سری چی گپ شد؟ هشت سال است که منتظر هستم که با او دختر روبرو شم. 8 سال منتظر هستم بگه چرا مرا ترک کرده رفت. ازش پرسان میکنم میگه یادم نیست. بیادر نخواست که گپ بزنه، اما مطمئن باش که به یادش است. امکان داره که در یادش نباشه. من هیچ نفهمیدم این دختر چرا برای ما دروغ. ما همراه دختر چی کردیم ارهان؟ در دنیا خوشبخت‌ترین آدم بودم و ما بهترین زوج بودیم. وقتی که از طیاره پایین شد یک پیام کرد گفت تمام شد. های من یقه ندارم که دلیلش بفهمم. بیادر ببین، دختر در یک دفتر حقوقی کار میکنه. میری و در مقابلش استاد میشی تا که جوابت نگرفتی از جای تکان نمیخوری. معلوم دارست که کدام گپ است. 1000 بار سری موضوع گپ زدیم. ببین بیادر، کل مردم طرف سایل میکنن. در روسی مردم هستیم. ببین کلگی طرف ما سایل میکنن. به خدا بس است دیگه بچه، متوجه خود باش. این داستان برام کابوس شده. کسی را که دیوانه‌وار دوستش داری یک دفعه ترکت میکنه. من زنده هستم اما مردنم تجربه کردم. عروسی کده؟ نه بیادر، یک چند سال پیش تصادفی با کایا روبرو شده بودن. یک چند بارم همراهش نان خوردن و بعدن به خاطر نامزادی آمده بودن. یعنی فعلا مجرد است بیادر. جانم زود شو، بیا دیگه سر کایا بد میخوره. تو با ما میرم، شما از عروسی لذت ببرین. بسیار میبخشید، درست است؟ ارهان برم راست بگو، کدام مشکل داره که پیش او دختر میره؟ والا مرا در این گپا دخیل نساز تو با. میفهمی که از این کارا خوشم نمیایه. تو درست است، همینجا پایین میشم. بسم الله. آی خدایا، تو را کردیم خدایا. مصطفی چوم آمدی؟ آمدم مصطفی. زیاد دلم تنگ شده بود. آمدم کم درد دل کنم. با تشویش شدین؟ ای معلوم دارست با تشویش میشم. امکان داره نشم. ما خواستم که اینجا بیایم. مرا پیدا کرد. بعد از او قدر سالا مرا پیدا کرد. پیدا نکردم مصطفی. من کل جای پالیدم. اما تصادفی بوده دیگه. هر کسی که رستوران بیایه میتونه که آشنا باشه همین قدر. دیروز تمام منطقه را گشته درباره من نمیفهم چی میگه. از کجا خبر کو میفهمم به لیاز خودم. دی دنیا تنها او آدم خونه است. توبه میفهمم. این گپ هم میفهمم. از کجا میفهمی که او تمام گیلاسا را از بشقاب جدا میکرد؟ او اسم دلمه هایی که پخته میکردم از یاد خوش داشت. فقط گیلاسا را جدا میکرد.
ما یک دعا بخوانم به خاطر خدا بیامرز. بسم الله الرحمن الرحیم. ای خدایا تو روحش شاد داشته باش. خدایا کل باره ببخش. گوش کن. بیا که کلا چیز ما را جمع کنیم از اینجا بریم. آها جانم چرا قسم سیل میکنی؟ نیت او آدم بد است. او آدم یک چهره دیگه هم داره. اگه نیتش بد نباشه باز قدر سالا چرا آمده ما رو پیدا کرده؟ ما هیچ جایی نمیرم مصطفی. دست اگه بریم برای ما خوب نمیشه. در جایی که هستیم زندگی ما را ادامه میدیم. های اگه او اسمت میامد حتما میخواست که تو را ببینه. با دیدنت آمد. چرا؟ چون که اسمت نیست مصطفی. فقط تنها اسمت است که آلو بالو را از دلمه جدا میکنه. بعضی مشتریای دیگه هم خوش ندارن دیگه جانم. برای چند بار گفتم دلمه از مسابق با گیلاسش جور میشه. طریقه شما قسم عزت میکنی مصطفی، واقعا عزت میکنی. من برات گفته باشم. ببین جانم، ایره میفهمم که تو از کار زیاد خسته شدی. اعصابت زیاد خراب شده. حالا جانم بخیز که خانه بریم. ده خانه گرمونال میشینیم برات سوپم آماده میکنم. اولادام کت ما میباشن به نظرت خوب نمیشه؟ میشینیم خوب دربارش فکر میکنیم با اعصاب آرام. اما تو نیست جانم. بیا تو امروز اولین روز کاری شیرین هست. ها اگه خانه بیاید تو رو نبینه جگر خون میشه. بخیز بریم. حالا جانم تو راست میگی. البته که راست میگم. او آدم اسمت نیست. اگه اسمت میبود میامد تو رو میدید. یعنی که او آدم اسمت نیست. حالا بخیز که بریم. بخیز جانم. جانم بریم دیگه خانه بریم. حالا آرام آرام میریم جانم. آرام آرام. بسم الله. خانم جان گپای من نگفته راحت شدم. ما چقدر با اولادای خود درست تربیت دادیم. وقت اولادا قسم کار کنن راحت میشیم. نه اما تو نیست خانم جان. ببین که آل چی بلاهایی که سر ما آمد اما بازم تو مرا خوشحال ساختی. های مصطفی بلیاز خدایی قسم نگو. چی بلایی سر ما آمده ها؟ بیبی آدم خیسته اینجا آمده. میگم که نامده تو چرا گپ مرا گوش نمیکنی؟ تو خود جگر خون میکنی. های صبر کن. اولادای ما نو به کار شروع کردن. به خیر کار میکنن. توبه. صبر کن جانم. وقتی اسناد خدا گرفتن خانه میاین. باز محفل عروسی و نامزدی میگیریم. باید منتظر نواسه ما باشی. هنوز زیاد کار آمده. بدون ما و تو دیگران میفهمن. و سلما و اسمت میفهمن که یکیشان آمد. مصطفی اگه او آدم اسمت میبود یک قسمه امرایت رو برو میشد. چی میخواست؟ حتما پول مول میخواست دیگه. باز ما هم پول میدادیم برایش و دانشا بسته میکردیم. وقتی که سلما بیایه یعنی از او باید ترسید. پیش از او خود گناه ما 2 برابر است. 2 برابر. سلما خانم شما چرا قدر چیزا را آوردین؟ من خو واقعا نفهمیدم. تو خو گفتی که خلاص است. بیا از او کم مانده بود. جانم تو بازم گپایت از اول شروع کردی. اما من جز خاطرایم دیگه هیچ چیز ندارم. شما مرا دارین خانم سلما. من دیگه هیچ چیز ضرورت ندارم. بعد از این باید تو خاطره ها را پاک کنین. چرا؟ چون که خاطره ها خوشایند نیست. او سلمای سابقه خاطره های خود در گذشته میمانه و خلاص. او قدر بعدم نیست دیگه. روزای خوبم داشتیم. تو هم آمدی از من پرسان کردی. وای دوستم وای خدایا توبه کردیم. تو اتفاق بیبی ای اتفاق بیبی ده یک روز 2 خواهر دگیر یک آدم به نام براک افتیده. وای خدایا توبه. خواهر واقعا دیوانه شده بود. فقط که دیروز ازش جدا شده بود. درست است. تو هم آرام باش که تو کار نداره. ما او چی داره پیدا کرده دیگه. اگه زیاد ضرورت شد به پای خود میره و رو بروش استاد میشه. این دمو عروسی دلیلش پیدا میکنه چون بچه بسیار کنج کو شده. کسی که ازش جدا شده مجبور است که برش توضیح بده. بیازو تو هم برش توضیح ندادی. اما تو علاج کردی رفتی. بیچاره به تشویش است. مثلا من وقتی که از یک دختر جدا شوم زیاد که دیر شود در 6 روز در پیش رویش استاد میشم و کتش گپ میزنم. چرا 6 روز؟ اگه 7 روز بگذره باز گناهکار میشی. گپ میزنم برش توضیح میتم برش میگم میبخشی این قسم یا او قسم. بالاخره من آدمی هستم که تعادل ندارم. گناهی تو از من نیست. فهمیدی؟ این تو گپا رو برش میگم خلاص فلان و بالاخره گپ ما معلوم است. هیچ کسی از کسی خفه نیست. چرا باز تو یک قسم یک کار میکنی؟
برو بیچاره بگو. او هم به تشویش هر کسی که باشه تو میکنه. حتی ما به تشویش هستم. من تو آدم ترک کردی 10 سال میشه من عذاب وجدان دارم. میفهمی؟ 8 سال 10 سال نی. خب کم بوده یا زیاد بوده؟ توبه کردیم خدایا. حال شما دو نفر از ما چی میخواین؟ ما برم دان و دندان و آدم میده کنم برش بگویم که نزدیک خارم دیگه نبینمت؟ فقط امی کار تو کم بود. تو مال امی کاره بکو. آفرین بچه جان طرف مسئل کو. تو هم کت کالای خو سرپایا ده سالون نشی. سبا تو رام به زور سر کار روان میکنم. خواهر مخو نمیرم. تو نرو بیبی چی میشه؟ یعنی چی که نمیرم؟ آی تو را چی شده؟ وقتی تو امروی آدم مقابل شوی چرا فرار میکنی؟ برش بگو من تو را نمیشناسم. فرار نکو. برش دروغ بگو. تو چرا وقتی او رو میبینی فرار میکنی؟ چی بفهمم دیگه؟ بگو کت خواهرم کار است نمیبینمش. بگو نمیفهمم کجاست. بگو عروسی که دو سه تا اولاد داره. براکا بگو که من هیچ چیز نمیفهمم. بگو من هیچ معلومات دربارش ندارم. آی خواهر ما ایگه پاره قبلا تجربه کردیم. تو بچره ایلاکه دی او بنقره رفتی. توانی کارای تا خواهر بیچارت بده ها. چی؟ تاوان دادی؟ چطور تاوان دادی؟ چرا من از این موضوع خبر نیستم؟ آی مرا قاتل نساز. چرا آخرین نفر من خبر میشم قربانت شم؟ به خاطر که امروز ترسیدم چون میفهمیدم که ازم پرسان میکنه خواهرت کجاست آدرس و شماره‌شو بده. های درست است. لطفاً این موضوع رو دیگه بسته کنین. سبا بیازو سر کار میرم. کمال تو هم باید دربارش فکر کنی. چرا؟ در جواب این سوال چی بگویم؟ چرا مثل دیوانه فرار کنه؟ بگویم من دیوانه هستم. برش بگویم ببخشین عقلم سر جایش نیست. ببخشید. بگویم من دوا استفاده میکنم. وقتی دوا نخورم کلی چیز فراموش میشه. آی بیادر تو چی میگی؟ برش بگو فهمیدی؟ بگو من در شفاخانه روانی میرم. بعضی وقتا همین قسم تمرین میکنم. امروز وقتی دیدمش اینقدر وار خطا شدم که هیچ نگو. برش میگفتی من بعضی وقتا کلم کار نمیکنه. وقتی کلم کار میکنه باز فرار میکنم. به همون خاطر چیزا نمیفهمم. یک کار دیگه که فهمیدی رو رویش استاد شو چشم به چشم امرویش بیبی هیچ کاری نمیتونه. درست است. مادرم کجاست؟ حتما ده پایین است. ده این وقت شو ده پایین چی کار داره؟ آی من چی بفهمم؟ من برم یک بار ببینم با تشویش شدم. وقتی آمدی برم نان بیاری فهمیدی؟ شیرینی هم باشه. ها شیرینی. آی خواهرک من چی بلایی که سرتون نامده. اما من حلش میکنم. درست است؟ آی خواهر معلوم داره از کده باری تو فکر میکنه. عطا برات فیلم جور کده فیلم. تو اصلا ده قصهش نیستی؟ آی عشقای بزرگ اما قسم میباشه. ده بلندی ها یک نقطه داره. بعض وقتا به اون نقطه میرسی باز. عشقم نمیتونه که عشق نجات بده. خیلی چی میکنی؟ نمیخوایی که دوستش داشته باشی و یک راه حل پیدا کنی؟ اگه ای کار رای حلش است پس من امی کارم میکنم خواهر جان. بیا اینجا بشین آرام باش دیگه دختره. برش بگو تشویش نکن. سلیم بیادرت نیست. میتونی دل جمع امروش گپ بزنی. اول یک چیز برخوردن برام بته. دست پایم بیخ میلرزه. ما بخواد چایگی یا هیتم کردیم. بتون خب برام بگو چی شده؟ یعنی کت بروک جنگ کردی؟ نه جنگ نکردیم. یک دفعه از عروسی برامت رفت. تو هم با این کارش تعجب کردی؟ باورم نمیشه. های تو بچه مرا نمیشناسی؟ هیچ تشویش نکن. سبا برات زنگ میزنه و دلت به دست میاره. تو با جان ما از تو فقط یک چیز پرسان میکنم. این موضوع کدام موضوع خاص نیست که اقدر تشویش کنی. او دخترم در عروسی آمد. سحر کوز کن. راستی؟ شما گپ زدین؟ نه زود که رفت. باز براکم از پشتش رفت. در کوچه با هم جنگ کردن. یعنی که فرار کردن؟ فکر کنم جنگشان زیاد طول کشید. باز دختر رفت. براکم جگر خون شد. پس در محفل آمده پس رفت. خب
درباره‌اش چیزی میفهمی؟ وکیل است. در محکمه کار میکنه. در دفتر محمد مولی کار میکنه. تو ایره ببین دنیا چقدر خورده است. زن شام وکیل و یکی از دوستای نزدیک مام هستن. حتی اونا بین خود خوب نیستن، از هم جدا میشن. براک در او فیلم درباره او دختر گپ میزنه متر نیست؟ ای اصلا مهم نیست. باور کو که فقط ای برش یک داستان متفاوت است. ببین وقتی که او دختر نبود تو در زندگیش بودی، شما با هم یک جا کلان شدین. اینقدر با هم میزیبین که نگو هیچ کسی به اندازه تو به براک نزدیک بوده نمیتونه. به می خاطر آرام باش. بین اونا کدام موضوع ختم نشده است؟ براک قبلا هم برش زنگ زدم ما پیداش نکرد. وقتی او دختر دید در قسیمه هیچ نشد، مثل دوری پنتون. ببین تو باید آرام باشی. باید قسم رفتار کنی که هیچ گپ نشده. درست هست؟ دیگه شب با من بان. من او دختره هرگز اجازه نمیتم که بچه ما را نابود کنه. های ما 1 سال میشه که همراه بچه خود گپ نزدیم و زنگ مام جواب نمیده، حالا که کم کم زندگیش رونق پیدا کرده. من میفهمم نفرت او را حس میکنم. اما تو به خاطر او دختر براک از دست دادیم. و برات قول میتم این موضوع دیگه در تاریخ اتفاق نمیفته. من به اندازه شما مطمئن بوده نمیتونم خالایشه. حس میکنم که براک از دست میدم. به ما باور داشته باش، این قسم یک موضوع اصلا نمیشه. حالا بریم یه قهوه بگیریم، کمی کیکو میگیریم، میریم دو باغچه مقبول 6 تا چند دقیقه گپ میزنیم ها. فهمیدم. چی را؟ او وکیلت نتونست که کدام بده بکنه. تو میخوایی ببینی که من چی کدام میتونم؟ قهوه، کیک و همه چیزا. حالا مستقیم برام بگو. نه اصلا تو یک چیز نیست. یعنی اگه شکایت پس بگیریم باز ده یک سریال برام یک نقش خوب میتن. اوه لطف میکنن. من محتاج پیدا کردن نقش هستم. ها؟ من از خارج آمدم. به خاطر یک پیشنهاد آمدیم. همونطور نیست؟ همونطور است؟ فقط که من خاطر نقش بازی کردن آمدیم. نه نامدیم. خانم اونا سناریوی مرا دزدی کردن. قسمت هر قدر که باشه باید قیمتش برام بدن. به خاطر شکست دادن قلبم باید جبران خساره بدن. راستی ده اصل قسمه که فکر میکنی او قسم پیشنهاد نبود. یعنی چیز پروژه اونا کنسل شد. یعنی چی که پیشنهاد نبود؟ ها؟ تو مدیر برنامه‌ای من نیستی؟ اونا با تو پیشنهاد نکردن؟ ها؟ پس حالا چی شد که پیشنهاد نیست؟ پیشنهاد دارم یا ندارم برام درست جواب بده خانم سلما. یعنی احتمالش است، اما او سناریوها چی شد؟ منظورم ای است. یعنی خب چی کنم؟ حالا من بشینم سناریو را اصلا نوشته کنم؟ با می خاطر من او سناریو را نوشته کردم که از من دزدی کنن. بچه مقبول و زیبای من، باور داشته باش که اینجا به شخصیت و استعداد تو بیشتر ارزش میدن. تو میتونی از عهده ای کار بری. گفتم تو میتونی از عهده ای کار بری. حالا که پیشنهاد نقش آماده است، در ساختن این موضوع مهم است یا جبران خساره؟ به نظرت کدامش درست است؟ نقش بازی کردن؟ نقش. پیشنهاد نقش برام داد. البته دیگه. یعنی من قسم فکر میکنم اگه تو برام جواب مثبت بدی من سناریو را ازشان میگیرم. نه خیر. ما پس مانده اونا رو نمیخوایم. ما با ماندن اصل دادانم نمیخوایم کار اونا رو فراموش کنم. ها. البته اگه مرا واقعا میخواین و اون نقشه به ما مناسب میبینن، بازو گپ جداست. میشه این موضوع جدا باشه. باور کو این نقش مناسب تو است، مناسبت است. خود درست است. سایست. حالا که توی قدر غذا را آوردی فکر نکنم کسی خو شوه. زود شوین اولادان آن بخورین. میگفتن که گشنه شدیم، زود شوین. آی مادر خیرت است؟ عادتایی نو است. از تفریح آمدن. باز از تاکسی پیاده شدن. کجا رفته بودی؟ توبه من نمیتونم امرای شوهرام بیرون برایم. چطور؟ توبه کردیم خدایا. خوشو جانم خوشو، من میرم نان آماده میکنم. روز اول چه قسم تیر شد دخترم؟ 2 دقیقه رفته پس اخراج شده. چی؟ دخترم چی گپ شده بود؟ با 2 دقیقه وظیفه رفتی باز اخراج شدی؟ آی بیادر. نه
اینه پدر جان، شما قسمه که فکر میکنین و قسم نیست. یک مشکل پیش آمد، هیجان زده شدیم، بسیار ترسیدیم، از همون خاطر فکر ما مغشوش است. شما تشویش نکنین، ما صبح خود ما سر کار میریم و کل چیزا حل میکنیم. در اونجا دیگه کسا مستن جان. آطور که از در اونجا آدم نباشه چه قسم؟ آی مادر پدر وقت نمیفهمین چرا گپ میزنین؟ بشینین با هم گپ بزنین، قصه کنین و یک راه حل به پیدا خدای کنین. موضوع به ما ربط نداره. گوش کنین، عرصه تان در اتاق مندازم، دروازه شام بسته میکنم تا صبح، نباید دروازه شکسته واز کنه. قسم سیل نکن، راست میگم. چه قسم سیل میکنی دخترم؟ قسم نباید بکنی. آی پدر من یکی را دیدم. او بازیگره بسیار معروفه. نامو چی بود؟ باش نامش چی بود؟ نامش یادم رفته. کی بود؟ او خارجی نامش چی است؟ سلیم شاهین است چی است؟ او را دیده فهمیده هیجانی شده. نمیفهمم که کل مردم به خاطر فیلم برداری آمده بوده، بازی که اونجا رفته کلی چیز زده خراب کرده. درباره شخصیت تو یگان گپا زده خلاص. البته دخترم بالاخره وام یک آدم است، یعنی دیگه دخترم تو با قسم چیزا عادت باید کنی. در محل کار تزیه باید تو با قسم آدم ها سر کار می داشته باشی. فیلم های ترکی هم در تمام دنیا نشر میشه. خیر ببینی دخترم، تو که از سینه همیشه متعجب میشی. تو امر من داشت پس خانه بیا. فکر میکنم یک نفرتان خوشیار هستین که برام بگوین چی شده. تو دیگه چرا خنده میکنی؟ لاده ما برات یک چیز میگم. یک وقت ما هم یک نفر دیده بودم، اما قسم متعجب شده بودم. بیخ ایران مانده بودم که چی کنم دخترم. ما برات میگم اما باید مادرت نشنوه. آخو تو بی راست میگم دخترم، باور کن. یک دوستم بود، یک نفر کارش داشت و پشت دروازه دکان آمده بود. ما میخواستیم که مال برش ببریم. در وقت کشیدن مال یک دفعه سرش حمله کردم. دیدم که در پالیم آقا توبی استاد است. دستایم قسمی، هر چیزی که در دستم بود کلش در روی زمین انداختم دخترم. یعنی ما او وقت ایج با خود نبودم، ایران مانده بودم. از این خاطر این قصه را برات کردم که هیجانی نشو. چی کنم دیگه پدر هیجانی شدم. برو دخترم به کارت برس. آیه پدر جان، شما کجا رفته بودین؟ ما و مادر یک کم چکر زدیم. میفهمم که به خاطر خانه بسیار جیگرخون هستیم. نه دخترم، به این خاطر جیگرخون نیستم، به خاطر او خانه قدیمی یک عالم پول خواستن از او خاطر. خیلی بیادرم هم چندان کاری نمیکنه، در این وقت نباید شریک شوه. تو غیبت میکنی؟ چی شده؟ چی گفتیم؟ راستش پدر، من میرم که کمی کار دارم، باید برم. چی؟ نه پدر، تو یک چیز نه سیرش خندی داره، فهمیدی یا نه؟ مچم ای لوده چی گفته میره غیبت میکنه. ای تو کدام گپی نیست، شریک شدن رستوران هیچ کدام گپی نیست. پدر این ناق گپ میزنه. من نمیفهمم که تو چه قسم انسان هستی بچیم. با خاطر صبح یک چند نوع غذا تیار کنی، باز که یک رستوران دیگه شریک شدی. بیا عقل. خانم جان گوشو که بچه چی گله باو داده. سر گپای بیادرت بشنو. چی گپ شده باشه؟ آخو کمال میخواد در رستوران نو شریک شوه، بیا این گپاشو بشنو. حالا میخواد با دل خود کار کنه، میفهمین؟ نه پدر، این لوده از دل خود گپ جور میکنه. خدا راستی اگه بانم تو بیشرف وقت زدی کل گپ خراب کردی. بچه چی میکنی؟ آرام باش. آرام باش، کلان بچه هستی، زود طرف برو. دیگه چیزی نمیگم. دیگه چیزی نمیگم، دیگه امرشش خرز نمیگیرم. خدا را شکر که پیدا شد. چرا شکر میکشی ها؟ نه که گم شده بود. ها وقتی او آدم یک چشم آمد، شوهر خواهرم مام رای خدا اگه رفت. یک دفعه دیگه نامی یک چشم را در خانه یا در رستوران بشنوم، دانو نفر پاره میکنه. فهمیدی چی گفتم؟ مادر یک چشم است. ببینین آرام باشین، اگر نه میزنمتان. ظفر موضوع را بسته کنید. به خانه خریدار پیدا شده. لوده اینجا خدا بزنید. ظفر آمدم، مصطفی آمدم. پدر تشویش نکن جان. میخوای خانه را تشویش بخره. نکن، هیچ چیزی نیست. فهمیدی چیزی راست نیست. میگی؟ درست است. نفس بگی، آرام باش. حالا دیگه اونا را بان، بیا یک چیز بخو. بیا از او کم مانده خلاص میشه. ای او پای و کمر ما درد گرفت، اما ارزشش داشت. بسیار مقبول شده. وسایل ها مقبول هستند و یک عکس از کلش کده مقبول تر است. ایره در اینجا بانیم. اما خو میگم که در باغچه یک میز و یک چند تا چوکی بانیم، یگانچه اونجا بشینیم، بسیار مقبول است. این چی است؟ این عکس از چی است؟
مادر این عکس چی است؟ هیچ. او را در جایش بار. یکی از اینا پدرم است نه؟ نه جانب. دوستایم هستن. کدام دوستایید؟ ما چرا این دوستایت را نمیشناسم ها؟ چون که حال اونا دوستایم نیستن. مادر مامایم برم در روز تولدم تمام چیزا قصه کرد. پدرم تو را ترک کرده. امروی دوست خود ترکت به تو خیانت کرد. او وقتا ما یک ماه در بطنت بودم. تو را اعلا کرده و رفته. مادر مامایت گپای ناق گفته. پدر ده حادثه ترافیکی مرده. او رو به ما بده. میفهمیدم که همیشه درباره پدرم برام دروغ میگی. خرد بودم اما میفهمیدم. تو هنوزم برای ما دروغ میگی. حالا که در استانبول هستیم باید پیش پدرم برم همراهش آشنا شم. اگه ای کار کنی تو را هیچ وقت نمیبخشم هاکر. مرا کدام از این یا پدرم است بگو. گفتم برم بگو. های مجبور هستی که برم بگویی. من خودم پیداش میکنم مادر. او باید حساب کارهای خودم برای ما بده. حالا من کلان شده پیداش میکنم. حساب تمام کارهایش ازش میگیرم. یکی از شما به خاطر ما در درد سر بزرگ مفتین. مخصوصا تو که در بین اینا خود بسیار خوشبخت فکر میکنی. موی در سر یکتان نمیمانم فهمیده. فقط که خوی پدرتان بلد نیستین. توبه نگفته بودم در پیشروی پدرتان کدام خبر بده نگوین. اما کی است که گپ مرا بشنوه؟ هیچ کسی مرا درک نمیکنه. هیچ کسی. خواهر خیلی ما دیگه چی کنیم؟ خانه در حال فروختن است. باز کل ما رو در بیرون بندازن. باز چی خواد کردیم؟ بلیاز خانه فروختن نمیشه. خلاص. توبه. من خود درباره خرید خانه گفتم. سبا نفرام میاین و خانه را میگیرن. حتی میخواین که تمام خانه را بخرن و کل ما را بکشن. براتون گفته باشم ها. کسی میتونه این خانه را بفروشه؟ توبه. فروختن خانه قدر آسان نیست که نفر بیایه بگویم من میخرم باز ما آرام میشینم. من قصاده نیستم. من یک چیزی میگم. اگه ما را از این خانه بکشن و خانه را بفروشن بازم قابل خود من خود دیدم. اینه ببین. این وکیل است دیگه. یک چیزی میفهمه که گپ میزنه. تا وقتی من نخواستیم کسی نمیتونه که من از این خانه بکشه. نمیتونه مادر. درست از وقتی که کشیدتان باز میبینیم. بله دل جمع. نه ما را کشیده نمیتونه. این کار نمیکنه. بر ما صحیح معلومات بده که دل ما جمع شوه. چی بفهمم؟ درباره قانون بگو، درباره ماده‌هایش بگو، مقصد یک چیزی بگو که دل ما خاطر ما جمع شوه. فهمیدی؟ میخوایی چی کنیم؟ پیش دکتر رفتی و هم برات هیچ فایده نکرد. برای دوا نوشته کرد و خانه چی ربط داره؟ باز او قرارداد چی بود و او گپایی که به پدر میگفتی درباره چی میگفتی ها؟ دختر جان توبه. این موضوع دیگه از کجا شد؟ موضوع رو تو خودت میفهمی خواهر. تو خودت میفهمی. تو گندگی کدی به پدرم گفتی. هنوزم در پیشرویم شیشتی و مویای تا این رقم. چی میکنی بچه جان؟ یک کار خدا شوی. این مویای از این کدام روز من کل خود کردم. بیازو خود کلو شکندی. هنوز در کجا؟ صبر که باز میبینی. در این روزا زیاد زبانت دراز شده. اما بسیار خوب غیبت کردم. بسیار لذت بردم. من یک چیزی میگم. چرا درباره چیزایی که شنیدنش به پدرتان خوب نیست گپ میزنین ها؟ من براتان چند بار گفتم کی کارن. خود درست از حالی که سرتان اینقدر اعتماد دارین دل ما هم جمع شد که ما را از خانه نمیکشید. دادانت بزنم کارام شدی ها. درست فهمیدم خواهر. توبه. کمال جان بیا جان خواهر قصه کن. دیشب زیاد جگرخون بودی. حالا بگو که چی گپ شد ها؟ ما بیازو وعده کردیم که به کسی چیزی نمیگم. باور کنین یعنی سرم اعتماد داشته باش. آرام باش. یک دقیقه تو واقعا میخوایی که در رستوران شریک شوی؟ چیزی که مربوط خود آدم میشه چرا باید شریک شوی بچیم؟ ما پولی که از اونجا به دست می آوردیم به تو نمیدادیم. بگو بچه جان همونطور نیست؟ این قسم نمیگه خواهر. یک فکر دیگه داره. من میفهمم اما یعنی اگه میخوایی خودت در این باره گپ بزن. ماما درست است. یعنی تو چرا این موضوع رو باز میکنی؟ آفرین بگو که ما هم بفهمیم بچیم. حالا دیگه بچیم. درست است مادر. یک موضوع است. خب یک گپ در دلم است اما نمیشه که براتون بگویم. بگو بچیم که راحت شوی هم. من نمیخوایم که مامور شوم. نمیشم میره بفهم. هیچ کس نمیتونه از من خفه شوه. من نمیخوایم مامور شوم. ما یک پیشنهاد کاری دارم. میخوایم قبولش کنم. او هم در رستورانتی که ما بسیار وقت از سرآشپز هستم. نه قسم نمیشه. ما باید امروزی موضوع یک طرفه کنم. یک طرفه
یک دقیقه ما خو نفهمیدم. تو در اونجا سرآشپز هستی؟ بله مادر، سرآشپز هستم. مادر من نمیتونم دیگه براتون دروغ بگویم. مادر من خو کدام گناه نکردیم، کار میکنم، کاری بدم خو نکردیم، با دوستای خود کار میکنم. مادر من هر روز از اینا پایین میرم، قسم میخورم سر کار میرم، ساتیری کردن نمیرم، ساعتا عرق میریزم، بازم از اینا پس دزداوری بالا میایم. چرا مادر؟ چرا در آشپزخانه زیاد موفق هستم؟ او رستوران هر دقیقه پر خالی میشه، اما من به خاطر مامور شدن درس میخوانم. چرا مادر؟ چرا ها؟ چرا؟ به خاطر که شما جگرخون نشین، اما من بسیار جگرخون میشم مادر. مادر کسی ناراحت نشه، اما من مامور شدن نمیتونم. من سرآشپز هستم مادر. در او رستوران پیشنهاد شراکت گرفتیم و قبولم کردم. خیلی کار ماموریتت چی میشه؟ خواهر نفر صاحب رستوران میشه، تو چی گفتم میری؟ صبر کن، ما برات دانه دانه قسم میکنم. او شریکش با پدرش رقیب هستن. حال فامیلی خواهر جان. آی ماما، تو چرا در این موضوع دخالت میکنی؟ توبه. خیلی پدرت چی میشه بچه بکنی؟ مادر در کار یک خیر است. شریک شدن بیادرم بسیار یک گپ خوب است. شریکش یک بچه داره، از خودش کده کلان است، اما بسیار پول داره. شیرین چی گفتیم دیگه؟ چی؟ یعنی که شریک تو عشقت است اما ترس. آه بسیار خوب. پدرت در داخل از بیازو مرام بسیار خواه گرفته. ما شوخی کردم دیگه. شیرین، ما تو را سبا به جایی که میگی میبرم. میگم درباره کار را که میگی برات بدن، اما از ما بعد ازی هیچ چیز نخواهی. فهمیدی؟ هیچ چیزه. خواهر مام دیگه به یک مدت طولانی تو را تنها میمونم جانم. شوخکم. آدمی قسم بدون فکر کردن گپ میزنه ها؟ نمیبینی که بیچاره یک عالم فکرای بد میکنه؟ هیچ کار خوبی نکردی. خب دیگه من میرم. بیادر، تو دیگه او شوخک من نیستی، فقط شیرین هستی. گریان نکو یک دانیم. گریان نکو. بیبی ما از اونا بسیار چیزها رو پنهان کردیم نه؟ حال میبینی که کل چیز خدا آیسا آشکار میسده، اما بازم اونا امرای ما بسیار با خوبی رفتار میکنن. بیا جانم استراحت کو، بیا. درست جانم. آرام باش. از یک طرف میبینی که با می خاطر است که نمیتونن ای چیز از ما پنهان کنن نه؟ شیرینم هیچ وقت نمیفهمه که در کجا باید چه قسم گپ بزنه. میفهمی که اخلاقش همه قسم است، نمیشه کدام کار کنیم. اما یک چیز برات بگویم، زبان دختر ما بسیار دراز است. سر از امشب باید زیاد متوجهش باشیم. درست است.
اگه چند دقیقه دیگه بیدار باشم با خدا بیهوش میشم. باز شب اگه بیدار بودی متوجه دیوانه باش. ما و امرای کمال باز آیستا آیستا گپ میزنم. اما فردا باید برش بگم که بعد از این متوجه رفتار خود باشه. شریک میخواه که با کسی شریک شوه. از درد زیاد کم است که سرم به کف خانم. هیچ نمیتونم چشمایم باز کنم.